ساعت 8 شروع میشه، 8:30. حالا یه 2-3 دقیقه هم باز صبر میکنیم تا دوستان تشریف بیارن. رأس 8:32 شروع میکنیم. سال نو رو به همگی تبریک میگم. امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید. با توجه به موضوعاتی که پیش اومده بود، یعنی همین وضعیت نامشخص ویزای آمریکا، البته هنوز طور 100% مشخص نشده، قرار بود این روزا جزئیاتش بیرون بیاد ولی هنوز چیزی مشخص نشده. ما تصمیم گرفتیم که حالا به عنوان یک کمکی که میتونیم به بچه‌ها بکنیم، یه سری روش‌های دیگه برای اپلای دکترا رو معرفی بکنیم. یکی از این روش‌های اپلای کالهای ایتالیاست که در خدمت آقای دکتر مصطفی جباری هستیم. ازشون خیلی تشکر میکنیم از طرف تیم فانوس که قبول زحمت فرمودن و امشب در خدمتشون هستیم. بچه ها هنوز دارن میان و من ادمیتن دارم میکنم. 8:32 شروع میکنیم. پیمان جان، نظرت مثبت یه معرفی آقای دکتر از خودشون بگن، یه بک‌گراندی بگن از خودشون، بعد کم کم جلسه رو شروع بکنیم. سلام دوستان، صدا میاد؟ آره صدات اوکی. به نوبه خودم عید رو تبریک میگم. امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم. خب دکتر جان، لطفاً حالا یه بک‌گراندی از خودتون. من یه چیزی هم بگم پیمان جان قبل شروع. ببخشید دکتر، اگه اجازه بدید ما تصمیم گرفتیم جلسه رو ریکورد هم بکنیم. اگه اجازه بدید که ما جلسه رو ریکورد هم بکنیم، انشاءالله در آینده تو کانالمون هم بذاریم که بقیه کسایی که نتونستن بیان ازش استفاده بکنن. بله، ایرادی نیست. بسیار هم عالی. متشکرم آقای حسینی از توضیحات کاملتون. و قبل از هر چیزی تبریک میگم، تبریک عید نوروز رو خدمت بالا شما و حالا دوستانی که حاضر هستن توی میتینگ. و یه بریفلای در مورد خودم بخوام بدم، بند کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه ملایر و ارشدم رو از دانشگاه صنعتی سهند توی سال 1400 گرفتم و حالا این مابین یه مقدار خودم کار کردم و برای بک‌گراند تحصیلیم هم یه تعدادی مقاله حالا در حال چاپ دارم الان، ولی زمانی که اپلای می‌کردم یه تعدادی مقاله چاپ کرده بودم که حالا اینا رو توی جزئیاتش رو خدمتتون که ادامه روند خواهم گفت که به چه صورت هست. این مربوط به بک‌گراند تحصیلی بنده. و حالا اگر اجازه بدین جلسه رو شروع کنیم و در رابطه با بیشتر ایتالیا صحبت بکنیم. به نظرم شروع کنیم. آره هنوز دارن میان. 1-2 دقیقه هم صبر کنیم ممنون میشه. به نظرم شروع کنیم. من حواسم هست هر کی اومد ادمیت میکنم. آقای دکتر شما بفرمایید. پیمان جان تو هم سوالاتی که
به ذهنت میرسه یا ازت پرسیدن رو میتونی از آقای دکتر بپرس. بازم تشکر میکنم و حالا من یه توضیح بدم در رابطه با حالا این جلسه. از دوستان هر کس سوالی، ابهامی، مشکلی و حالا یه نگرانی در مورد حالا چیزهایی که دارم میگم داره میتونه توی فرایند بپرسه و اصلا ایرادی نداره و فقط اینجا یه دکمه هست به اسم رایز هند، میتونه اون رو فشار بده و حالا دوستان میتونن اینجا ما میبینیم که حالا کسی سوالی داشته باشه جوابگوش هستیم. همونطور که آقای حسینی گفتن، حالا متاسفانه این فرآیند اپلای یه خورده نگران کننده شده به خصوص برای آمریکا و حالا این پروپوزالش ارائه شده به کنگره تا حالا مشخص نیست ولی امضا بشه امضا نشه و این برای ایرانیا به خصوص ایرانیا کاملا بند میشه، یعنی کلا ورود ایرانیا به آمریکا ساسپند میشه و این برای دانشجوی خورده اذیت کننده خواهد بود. برای همین یکی از مقاصدی که حالا قبلا بوده ولی بیشتر مورد توجه قرار میگیره ایتالیا هستش. حالا ایتالیا به چند علت، حالا از دوستان احتمالاً که توی این میتینگ شرکت کردن اطلاع دارن. ایتالیا نسبت به سایر کشورهای اروپایی یه مقدار ارزان‌تره، حالا از کاست لیوینگش یا همون هزینه زندگیش نسبت به سایر کشورها ارزان‌تره و حالا احتیاج نیست خیلی از لحاظ باجت و حالا پیش نیاز مالیش خیلی قوی داشته باشین برای اومدن. و نکته بعدی که مهم بورسیه هاش هستن. حالا بورسیه متفاوتی ارائه میده خود ایتالیا، چه برای دانشجویان ارشد چه برای دانشجویان دکترا و این خیلی خوب هست نسبت برای بخصوص برای ما ایرانی‌ها که حالا از لحاظ مالی هم خیلی همون اونقدر توانایی نداریم که بتونیم خارج از کشور به صورت سلف فاند خودمون رو یعنی ادامه تحصیل رو بدیم. برای همین ایتالیا به نظرم خیلی الان برای ایرانی ها توی اولویت بالا قرار میگیره و اگر بخوام در مورد رشته هایی که حالا داره خود ایتالیا صحبت بکنم، حالا من جزئیات رشته های پزشکی و حقیقتا زیاد چیز نیستم، احاطه ندارم، به علت اینکه حالا فیلد من نبوده، ولی برای مهندسی چرا و حالا کمی رشته های مربوط به مدیریت و اینها، چون یکی از دوستان نزدیکم رشته مدیریت اپلای کرده و من میدونم که حالا داستانشون به چه صورت هست، ولی برای رشته های مدیکال اصلا دید گسترده‌ای ندارم، یعنی احاطه ندارم نسبت به موضوعش، چون روش‌های متفاوتی داره. آزمون آیمت دارن، یه سری آزمون‌های ویژه خود ایتالیا و حالا چیز برگزار میکنن و این حالا دوستان سوالاتشون رو دارن میپرسن و در رابطه با رشته‌های فنی مهندسی تقریبا اطلاعات بروزی هست و این از این بعد نباید نگران باشیم. برای دکترا من ترجیح اینه که در مورد دکترا بیشتر صحبت کنم. حالا نمیدونم مخاطبینی که الان هستن توی چه رنجی از تحصیلات هستن، ولی برای دکترها برای ثبت نام اولیه‌اش یه سایتی هست به اسم بندیمیور که به نظرم از نون شب واجب‌تره. یعنی از چه لحاظ؟ یعنی شما باید مدام اون سایت رو چک بکنید و پوزیشن ها رو کلیه دانشگاه‌های ایتالیا توی اون قرار میدن و اینم یه پریود خاصی داره. اینجوری نیست که هر تایمی از سال شما بتونید برای پوزیشن اقدام بکنید. معمولاً از اوایل مارچ شروع میشه و تا انتهای سپتامبر ادامه داره. این پیک اصلیش هست که شما باید مدام چک بکنید این سایت رو، پوزیشن ها رو توی دانشگاه مختلف. دانشگاه زیاد داره، یعنی ایتالیا دانشگاه هایی که حالا رشته های فنی مهندسی رو پوشش بده خیلی هستن. بعد دانشگاه مطرحش مثل دانشگاه میلان، تورین، ساپینزا و دانشگاه مادرش به قولی
کلیه رشته فنی مهندسی رو پوشش میده و اینجوری نیست که شما مثلا به عنوان مثال مکانیک خونده باشید، برق خونده باشید، فقط توی یه فیلد اسپسیفیک شما بتونید بخواید برید ادامه بدید. شما میتونید مثلا برق خونده باشید توی مکاترونیک ادامه بدید، توی خود برق ادامه بدید، توی انرژی ادامه بدید، توی فیلدهای متفاوت رشته برق ادامه بدید. حتی با کامپیوتر یه سری نقاط اشتراک داره و شما میتونید برای اون پوزیشن ها هم اقدام کنید. حالا بعد از چیزایی که میگم این مقدار در مورد اون تارگت و هدفی هم که میخواین انتخاب بکنید توضیحاتی میدم که این خیلی مهمه برای دانشجوها که بدونن دقیقاً چه چیزهایی برای اساتید اینجا مهم هست، چه نکاتی مهم هست که شما اونها رو سلکت بکنید و بتونید طبق اونها بیاین و پذیرش بگیرید، چون پذیرش یه مقدار رقابتی شده، به خصوص تو این چند سال اخیر. قبلش که رقابتی بود، تو این چند سال اخیر شدت گرفت. با این داستان آمریکا هم قطعاً بیشتر شدت میگیره و شما باید کاملا خودت رو آماده بکنید. یعنی واقعا فکر کنید وارد یه جنگی دارین میشین، باید از همه لحاظ آماده باشین. یعنی سی وی قوی، موتیویشن لتر قوی، ریکام های قوی، رزومه فوق العاده، اینها لازمه اپلای هست. یعنی شما واقعا باید بتونید به یه درجه خودتون رو برسونید که حرفی برای گفتن نداشته باشه. یعنی سر یکی دو نمره اینجا راحت ریجکت میکنن. یعنی از دوستان من بود چند روز پیش برای مستر اقدام کرده بود، سر یه نمره دانشگاه ساپینزا ریجکتش کرد، در صورتی که خیلی حواشی هم داشت آزمونی که برگزار کرده بودن. این هست که شما نباید حرفی، یعنی جایی برای معروف دادن اونها بذارین و این خیلی مهم هست. و داشتم میگفتم که حالا برای اپلای کردنش از بندیمیور استفاده کنید. حالا یکی از سوالاتی که خیلی از دوستان میپرسن در رابطه با ارتباط با اساتید هست که آیا ما ارتباط بگیریم تو این روند یا نه. ببینید، کانکشن ایجاد کردن هیچ وقت، بهش میگن نتورکینگ ایجاد کردن هیچ وقت بد نیست. نتورکینگ هیچ وقت بد نیست که شما کانکشن ایجاد کنید با اساتید، با کسایی که توی دانشگاه هستن و هر کس هم که میگه نه اشتباه اصلا چیز نکنید، اینو گوش ندید. واقعا شما ایمیلتون رو بدین، ارتباطاتتون رو بگیرین. حالا یا استاد خودش میگه آقا من فعلا ترجیح میدم که پوزیشن خالی ندارم، یا ترجیح میدم بعد از پذیرش باهاتون کانکشن، یا نه میگه آقا من از فیلد شما، از رزومتون خوشم اومده و میخوام مثلا همکاری ایجاد کنم. و این خیلی مهم هست که شما بتونید یه ارتباطی بگیرید، نه برای اروپا، نه صرفا برای اروپا، برای کل حتی آمریکا و حتی آلمان، هلند و جاهایی مثل هر جایی که میخواین اپلای کنید، این ارتباط ایجاد کردن خودش خیلی پوینت مثبتی هست و خیلی کار شما رو جلو میندازه. و ببینید، اینو که من دارم میگم طبق تجربه دارم میگم. چرا؟ چون هستن دوستانی که قبلا ارتباط رو میگیرن و استارت ارتباط رو میزنن، پوزیشن رو میگیرن و چیزی که شما روی سایت میبینید عملاً اشغال شده است. یعنی جوری نیست که حتما اون پوزیشنی که شما دارید میبینید اون پوزیشن خالیه. طرف میبینی استاده یه دانشجوی مسترش رو انتخاب کرده و اومده حالا رو دانشجوی مستر سرمایه گذاری کرده و شما از هیچ جا بیخبر سی وی دارید میفرستید و اون دانشجوی مستر حالا میبینید بعضی وقتا به خصوص توی ایتالیا، حالا توی این گروه های ایتالیا اگر برید ببینید صدای بعضی از بچه‌ها در میاد که مثلا طرف میاد با رزومه فوق قوی، میبینی آقا ریجکت میشه از دانشگاه‌های تاپ. و این علتش چیه؟ علتش اینه که حالا اون پوزیشن قبلا پر شده و این پوزیشن توسط حالا یا دانشجوی مستر یا کسی که با استاد میشناختتش نسبت بهش، یا مقاله کار کرده با طرف، اینها باعث میشه اون پوزیشن از دست بره. و اینی که میگم حتما ارتباط بگیرین روی تجربه است.
و این ارتباط خیلی میتونه موثر براتون باشه و هر صورتی که شما بتونید کار رو پیش ببرید. و این هم از این نکته که میخواستم بگم. و نکته بعدی که میخواستم بگم در رابطه با رزومتون هست. ببینید همینطور که گفتم اپلای یه رقابت فوق‌العاده شدیده و شما چه بخواین چه نخواین وارد یه سیکلی میشید که چه درست چه غلط با هر روشی شما باید پذیرش بگیرین. یعنی این یعنی قبل از هر چیزی، قبل از هر اقدامی، قبل از هر حرکتی برای هدفتون شما باید ارادهشو داشته باشین و باید تو خودتون ببینین که این میخواین واقعا به اون پوزیشن، به اون جایگاه برسین یا نه. و لازمه این اراده داشتن، اراده فولادی داشتن که اکثرا توی ایرانی من زیاد میبینم هستن. مثلا افرادی که فوق‌العاده خوب دارن کار میکنن و اراده قوی دارن و کسی که قطعا دیگه میخواد تحصیلات تکمیلی ادامه بده قطعا این اراده رو داره و این اراده میتونه مؤثر باشه. حالا الان سوالا رو که داره اینجا میاد من میبینم چشم در مورد پروپوزال و اینا هم صحبت میکنم. همین میخوام به همینجا برسم که شما یه سری ملزومات هست که شما حتما جزء اوجب واجبات برای دانشجوی پی اچ دی اگر بخواد بیاد، که ابتدای هم گفتم اراده، واقعا این اراده رو باید داشته باشین. یعنی ببینید وقتی میگم اراده یعنی این که شما از 10 جا ریجکتی گرفتین نباید ناامید بشید. ببین ریجکتی یه مسئله روتینه توی اپلای کردن و این اصلا چیزی نیست که فقط برای شما پیش بیاد. هستن افرادی که دو تا ریجکتی میگیرن، 3 تا ریجکتی میگیرن و اصلا ناامید میشن و این اصلا خوب نیست. ببینید من خودم 5 تا پذیرش گرفتم، از چین گرفتم، از انگلیس گرفتم، از ایتالیا گرفتم و شاید 5 تا پذیرش گرفتم شاید بالغ بر 150 جا ریجکت شدم که همین پذیرش ها رو گرفتم و این اصلا مانع نشد که من ادامه ندم. این مانع نشد که یه استاپی باشه برای من که ادامه ندم این مسیر رو. این نکته اول. نکته دوم، چیزهایی که لازم دارین شما برای پی اچ دی، سی وی هست. یه سی وی یا رزومه فوق‌العاده قوی میخواید. حالا فوق‌العاده قوی که دارم میگم اینم تشریح میکنم در ادامه که به چه صورت بنویسین این سی وی رو، چه ایده‌ای داشته باشین، چه نوآوری توش داشته باشین. و حالا علاوه بر این سی وی شما احتیاج به پروپوزال دارین برای پی اچ دی ایتالیا که این پروپوزال به نظر بنده مهمترین بخش، مهمترین سکشن همین پروپوزاله. یعنی شما تمام رزومه و معدل و مقاله و اینا رو بذارین یه طرف هم باید پروپوزالتون باشه، چون پروپوزال معرف شماست پیش اون گروه و اساتیدی که دارن شما رو ایوالویت میکنن، دارن شما رو ارزیابی میکنن و این خیلی مهمه برای اون گروه تحقیقاتی، اون دانشگاه، اون استاد دانشگاهی که شده شما رزومه شما رو میبینه ببینه پروپوزالتون به چه صورت هست. که این حالا پروپوزال خودش یه مبحث جدایی داره، حالا نحوه نوشتنش، استراکچرش، تمام این ریز جزئیات باید بررسی بشه. اینجوری نیست که شما برین بدین جی پی تی یه پروپوزال براتون بنویسه و بگین نه این پروپوزال رو من میدم به جی پی تی اوکی میکنه، که خیلی همین کارو میکنن و مدام ریجکتیشون میاد و اصلا این یه به قولی چهره بدی از دانشجو به علل خصوص ایرانی‌ها داره چیز میکنه، به جا میذاره. پس شد سی وی در درجه اول، پروپوزال، موتیویشن لتر قوی میخواین که موتیویشن لتر هم میگم بهتون به چه صورت باید بنویسید و اینها. ریکام میخواین، حتما ریکام از اساتید قوی بگیرین و ببینید ریکام تا چند سال پیش زیاد مهم نبود برای دانشگاه ها. حالا برای خیلی از دانشگاه یه دونه ریکام، 2 تا ریکام. الان من دیدم بعضی دانشگاه 3 تا ریکام میخوان. من نمیدونم این ریکام ها برای چی شونه
ولی به خصوص برای ایرانی‌ها خیلی مشکله. من خودم برای ریکام گرفتن خیلی یعنی دردسر خیلی کشیدم. اساتید ایرانی هم خیلی مایل نیستن، حالا با توجه به سیاست‌هایی که برگزار میشه گویا مایل نیستن زیاد ریکام‌های خوبی به دانشجوها بدن و این خودش یه خورده اذیت کننده است. تو این فرایند میگم که ما علاوه بر مشکلات مادی و معنوی یه سری مشکلات فراتری داریم برای برای اپلای کردن که اینم جزشه. همین ریکام پیدا کردن هم خودش داستانی داره برای دوستان. و این هست، این مجموع چیزهایی که نیاز هست برای اپلای همین ها هست. و یه نکته مهمتری هم که نیاز هست اپ فی هست. حالا خیلی ها صحبت نمی کنن در مورد این بود داستان اپلیکیشن فی که خیلی از دانشگاه الان قبلا نداشتن و الان دارن و شما اگر واقعا میخواین توی این مسیر پا بذارین یه سعی کنید دانشگاه‌های تارگتی که انتخاب میکنید اولا که این مواردی که گفتم رو حتما در نظر بگیرین و مورد بعدی اپلیکیشن فی. یعنی الان خیلی از دانشگاه اپلیکیشن فی نداشتن ولی از سال پیش و امسال همه 30 یورو 50 یورو با این قیمت یورویی که توی ایران هست این یه خورده اذیت کننده است برای بعضی از بچه‌ها. اینو دارم میگم صرفا از جهت که شما کل سایت های داستان رو بدونید. خیلی ها این حرفا رو نمیان بزنن و حالا نمیدونم توی اینستا رفتین طرف میاد میگه ایتالیا خیلی راحت اومدن، ایتالیا نمیدونم از این شما فقط مدارک تحصیلتون رو بدین ما شما رو ایتالیا میاریم و فلان و اینا. اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. یعنی آدم باید واقع بین باشه توی این مسیر و این نکاتی هست که من لازم دونستم بگم. حالا یعنی جز به جز میرم جلو. برای سی وی ببینید شما ابتداً سی وی که می نویسید باید دو تا نکته رو در نظر بگیرید. شما اگر برای خارج از اتحادیه اروپا اقدام میکنید سی وی فرمت خاصی نداره، ولی اگر داخل اتحادیه اروپا اقدام میکنید معمولاً بر اساس اون داکیومنت هایی که خود دانشگاه قبل از حالا اون فصل پذیرش دانشجو خدمتتون ارائه میده تو اونجا مینویسه که سی وی حتما باید فرمت یوروپس باشه. ببینید این نکته خیلی مهم هست. یعنی خیلی دوستان دیدم میگن اصلا یا این مدارک و داکیومنت ها رو نمیخونن یا اگر میخونن اصلا توجه نمیکنن. ببینید دوستان وقتی که دانشگاه گفته فرمت سی وی باید یوروپس باشه یعنی یوروپس باید باشه. یعنی شما نه یه سی وی خود درست کنی بگی آقا نه من اینجوری دوست دارم اینجوری خوشگل تره. این خیلی مهمه و این اصلا توی نگاه اول اصلا نمیره مرحله بالاتر. اون رزومتون اون حالا دستاورداتون اصلا بررسی نمیشه، همونجا ریجکتتون میکنن و این خیلی مهمه که حالا اون داکیومنت هایی که خود دانشگاه در اختیارتون قرار میده رو شما بهش توجه کنید. و برای سی وی هم ببینید توی سی وی دروغ ننویسید. اینو دیگه رک دارم میگم. ببینید دروغ ننویسید، بزرگنمایی انجام بدین، یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که هستین نشون بدین ولی دروغ ننویسید. مثلا من دیدم دوستان میان توی سی وی اسم 10 تا نرم افزار رو می‌نویسن. ببینید استادی که میاد سی وی شما رو بررسی میکنه خودش قطعاً بعد از این همه سابقه، مثلا یه پروفسور هست پروفسور دانشگاه مثلا حالا به عنوان مثال ساپینزا میاد بررسی میکنه خودش با اون لول دانش شاید 2 تا نرم افزار رو به صورت نه به صورت تخصصی شاید یه نرم افزار رو به صورت تخصصی فوق تخصصی بلده و بقیه‌اش رو زیاد اطلاعی نداره. من از دوستان دیدم از دوستان برقی بود سی ویش فرستاده بود من بررسی کنم نگاه کردم دیدم توی فیلد کنترل ماشاءالله نرم افزار کنترلی رو زده بود در حد پروفشنال بلدم، نرم افزار قدرتی رو در حد پروفشنال بلدم، نرم افزار چیز خوب. مشخصه کسی که سی وی شما رو بررسی میکنه میگه که این مشخصه یا داره دروغ میگه یا یه جای کار داره میلنگه. گفتم که بزرگنمایی بکنید ولی دروغ ننویسید. یعنی نرم افزاری که بلد نیستید و قرار نیست شما اونجا بنویسید. چرا؟ چون مصاحبه میشید و تو مصاحبه 1 در 1000 ممکنه از شما بپرسن شما اونجا زدید نرم افزار
نمیدونم مثلا نرم افزار PLC رو بلدیم. خب من خودم PLC کار کردم، استاد میگه من خودم PLC کار کردم، یه خط کد واسه من بنویس که این جواب رو به من بده. و اونجاست که شما اون موقعیت رو به راحتی از دست میدید. پس اینجا رو خیلی دقت بکنید که چی می‌نویسید، چجوری می‌نویسید و این از این بودش. یه بود دیگه هم هست، ببینید شما نقاط ضعفتون رو تو CV سر کنید ننویسید. مثلا مثال میگم، برای نوشتن معدلتون اگر میبینید خیلی حالا معدل زیاد قوی ندارین، اونجا اگر خود یوروپاس حالا اون فرمت اصلی جای معدل نداشت، معدلش لازم نیست ذکر کنید، فقط بنویسید مثلا یا مثلا GPA 2 سال آخرتون رو بنویسید. اینجوری نیست نه که مثلا معدل کمی دارین و اون معدل رو بنویسید و بگید آقا من این معدلمه مثلا چی. خیلی از دوستان دیدم با GPA 2 سال آخر خیلی جاهای خوبی پذیرش گرفتن. اون 2 سال آخری که مثلا نمراتشون بالاتر بوده GPA گرفتن و اون رو گذاشتن. و این هم نکته‌ای هست که حالا از دوستان میتونن بنویسن. و نکته بعدی هم که توی CV میخواستم اشاره کنم این نکته هستش که ببینید، نمیدونم حالا از دوستانی که فارغ التحصیل شدن یا در حال تحصیل هستن، ببینید یک فرصتی که شما دوستان دارید ارتباط گرفتن با اساتید خارج از دانشگاه و خارج از ایران و یه کامیونیکیشن برقرار کردن بین خودتون و اونها هست، کاری که من خودم انجام دادم. و ببینید یه گاردینگ ما نسبت به این موضوع داریم، میگیم نه وای من ایمیل بدم به فلان استاد بگم میخوام باش مقاله کار کنم، میخوام همکاری کنم باهاش، و این ممکنه یه ترسی داخلتون باشه که این اصلا چیز نیست. ببینید اتفاقا خیلی اساتیدی که این سمت هستن، حالا از دوستانی که تجربه دارن میتونید بیشتر بپرسید، اساتید اینور خیلی نایس هستن و اصلا اون چارچوب فکری که شما نسبت به اساتید ایران دارین متفاوت هست. یعنی واقعا وقتی باهاش برخورد میکنی انگار این دوستت هست و این خودش خیلی مؤثر هست. پس این خیلی نکته خیلی مهمیه که شما بتونید یه کامیونیکیشنی یه کامیونیکیشن قوی با اساتید خارج از ایران کار کنید و قطعا این روی CV شما مؤثر خواهد بود. شما اگر یه مقاله یا 2 مقاله یا 3 مقاله یا بیشتر با اساتید خارج از ایران کار کنید توی رزومتون خیلی مؤثر خواهد بود. شما میتونید از اونها ریکام بگیرید و همون ریکام یه استاد ممکنه مسیر زندگیتون رو عوض کنه. و این نکته‌ای بود که من می‌خواستم توی قسمت CV بگم که حتما مؤثر هست. و میرسیم به موتیویشن لتر یا همون انگیزه نامه که خیلی از دانشگاه‌ها میخوان. ببینید موتیویشن لتر رو پوینت اولی که میخوام در رابطه باهاش صحبت کنم اینه که خواهشاً لطفاً با GPT ننویسید. ببینید همه استراکچر GPT رو میشناسن و نوشتنش اصلاً مفید نیست برای شما. ببینید شما از GPT به عنوان یه AI tools میتونید استفاده کنید، یعنی بیاین اون چیزی که میخواین رو بهش بگین، تفکرتون رو بهش بگین و کمک ازش بخواین. ولی اینکه بدین کل موتیویشن لتر رو براتون بنویسه، این اصلا فیدبک مثبتی نداره. و به نظر من حالا خودم که باشم اگر ببینم یه موتیویشن لتر اومده که با GPT نوشته شده اصلا نمیخونمش، چون مشخصه چی میخواد بنویسه. حالا نحوه نوشتنش هم چیزی که من میدونم، ببینید موتیویشن لتر رو اگر یه زمانی خواستین بنویسین سعی کنید 3 بخشش بکنید. سکشن اولش رو در مورد حالا اون رشته، یعنی گذشته رشته‌تون بنویسید و این گذشته رشته باید یه جوری حماسی نوشته بشه. وقتی میگم حماسی نوشته بشه یعنی یه جوری بنویسید که استادی که داره این رو میخونه یا پروفسوری که داره این رو میخونه یه انگیزه ایجاد بشه داخلش که ادامه بده. از لحاظ حماسی نوشتنش منظورم این هست.
بادی اصلی انگیزه‌نامه رو ببرید روی حالا کارهای خودتون، اون سرتیفیکیت هایی که دارین، اون تحقیقاتی که کردین، اون اچیومنت هایی که توی دوران تحصیلتون داشتین، و قسمت آخرش رو شما فوکس کنید سر موضوعی که در آینده قرار کار کنید و اون علاقتون رو نسبت به اون رشته‌ای که دارین و انگیزه‌ای که دارین رو سعی کنید اونجا توضیح بدین و با سعی کنید اونجا حتما توی قسمت سوم اسم استاد رو که می‌خواید باهاش کار کنید بیارید. و حالا برای هر دانشگاهی که اقدام می‌کنید اساتید اون دانشگاه رو حتما برید سرچ کنید، لیست اساتید رو حتما در بیارید، فیل تخصصیشون رو حتما در بیارید، این خیلی مهم هست. و این در رابطه با انگیزه‌نامه. در رابطه با پروپوزال که مهمترین بخش هست، اینو خواهشاً دقت بکنید. ببینید متاسفانه حالا نمیدونم دوستان پروپوزال نوشتن رو، من چند تا پروپوزال میخوندم حالا بر اساس حالا تجربه‌ای که داشتم. ببینید پروپوزال خیلی مهمه، به خصوص برای ایتالیا. یعنی میگم که شما سی وی و داغون بنویس ولی پروپوزال خوب بنویس. پروپوزال به نظرم همه چیزه. یعنی اون چیزی که مهر تایید رو برای ورود شما به تحصیلات آکادمیک بالاتر میده، این پروپوزال هست. شما واقعا باید، اینی که میگم به ضرس قاطع دارم میگم، باید برای خط به خط پروپوزالتون دفاع داشته باشین. دفاع که منظور که با دلیل باشه، خط به خطش باید دقیق نوشته بشه. از جی پی تی کمک بگیریم ولی جی پی تی پروپوزال نویس نیست. یعنی دوستان نرن با جی پی تی شروع کنن پروپوزال نوشتن و فکر کنن آره مثلا من اینو می‌نویسم و میدم اونا هم اکسپت میکنن. پروپوزال یعنی ایده و اون خلاقیت و اون به قولی فکری که شما دارین باید نو باشه. یعنی اینجوری نیست که شما بدین بگید جی پی تی پروپوزال در رابطه برام بنویس. میتونید کمک بگیرین ولی درست نیست بدین جی پی تی اگر واقعا قصدتون ادامه تحصیله. و برای اینی که میگم برای خط به خطش، یعنی واقعا برای خط به خطش شما باید دلیل داشته باشین، چون از اون پروپوزال قطعا توی مصاحبه و اینترویویی که دارین ازتون سوال پرسیده میشه. یعنی اساتید اینجا پروپوزال رو میخونن چون زیاد نیست، شما پروپوزال رو توی 2 صفحه باید بنویسید. قطعا اساتید اینجا وقت دارن 2 صفحه رو بخونن و شما اگه یه چیزی نوشته باشید که احاطه نداشته باشید نسبت به اون موضوع، قطعا توی اینترویو گیر میکنید. و مثل روز روشنه دیگه. مثلا باید نسبت به موضوعی که دارین می‌نویسین احاطه داشته باشین. و توصیه بعدی برای پروپوزال اینه که شما چند تا پروپوزال بنویسید و قبل از شروع دوره که حالا دوره به قولی ثبت نام هست برای حالا پی اچ دی، شما این پروپوزال رو سعی کنید آماده کنید. و حالا دوستان میگن که حالا هر سال ممکنه تغییر کنه ولی خیلی به ندرت تغییر میکنه. اینجوری نیست که حالا کل موضوع رو مثلا طرف در مورد موتورها پروپوزال سال پیش داشته امسال دیگه در مورد اون مثلا نده، و این اصلا اینجوری نیست. شما از داکیومنت های سال قبل هم میتونید بگیرین، تو اون حوزه ها، تو اون حول و حوش شما میتونید پروپوزال هاتون رو بنویسید. حالا 5 تا پروپوزال، من خودم برای خودم 5 تا پروپوزال نوشتم، 5 تا پروپوزال متفاوت نوشتم و همشون هم انصافا پروپوزالایی بودن که خوب بودن. یعنی اینجوری نبود که پروپوزالو بگم آقا این مثلا نسبت به اون ارجحیت داره. شما باید 5 تا پروپوزال بیست ورژنتون رو بنویسید، یعنی اون حد نهاییتون رو باید بذارید برای نوشتن پروپوزال. و پروپوزال هم خواهشاً ندین بیرون بنویسن. واقعا من دیدم از دوستان میان پروپوزال رو مینویسم بیرون و این خودش یه پوینت منفی است. از چه لحاظ؟ از لحاظ اینکه طرف دلسوز نیست، واقعا دلسوز شما نیست. شما دارید برای یه هدفی هزینه میکنید ولی مثلا طرف میده یه کسی که تخصصش نیست، یه کسی که اصلا ایدهشو نداره میاد پروپوزال به شما تحویل میده، شما هم چون آگاهی ندارید نسبت به موضوع همون رو ارائه میدین و ریجکت میشین. و این خیلی دیدم اینجوری اتفاق میفته. و این نکته دیگه بود که میخواستم در مورد پروپوزال بگم بهتون و فکر کنم تقریبا صحبت کردم در رابطه با همه ابعاد موضوع مهاجرت.
و برای ایتالیا هم که دکتر گفتم شما سایت بندیمیور هست که باید مدام چکش بکنید. حالا دانشگاه متفاوت مختلفه حالا اون چیزایی که میدن، ولی دانشگاه مادر معمولا کلیه رشته ها رو دارن، یعنی دانشگاه تورین، ساپینزا، دانشگاه جنوا، این دانشگاه به خصوص توی رشته فنی مهندسی اکثریت رشته ها رو دارن. و اینم یادتون باشه شما تگ بعدی اقدام نکنید، یعنی نگین که من مثلا مکانیکم، مهندس برقم، فقط برم تو فیلد برق، نمیدونم فیلدی که مثلا من ارشدم و دفاع کردم تو همون فیلد ادامه بدم، و این اصلا صحیح نیست. اینا فلکسیبلن، اینا شما اگه بتونید تو اینترویو خوب یه توجیه قوی برای ادامه تحصیلتون بدین تو اون فیلد طبق اون پروپوزالی که ارائه دادین، به راحتی اکسپت میگیرین. و اینجوری نیست که حتما بگن نه شما باید این سرتیفیکیت رو داشته باشین، این یعنی عقبه رو داشته باشین نسبت به موضوع، و این خیلی مهم هست. حالا حرفای من تموم شد. از دوستان اگر سوالی هست یا آقای دکتر، من یه خلاصه از مواردی که گفتیم رو بگم. چند تا سوالم به ذهن خودم رسید بپرسم. یکی این که شما خیلی جدی در مورد مدارکی که لازمه برای ایتالیا حرف زدید، مخصوصا پروپوزال و رزومه و موتیویشن لتر و ریکام، و اینکه اصلا نباید از چت جی پی تی یعنی با کمک اون میتونیم بنویسیم، ولی به هیچ عنوان مواردی که مستقیم بهمون میده رو کپی پیست اصلا نکنیم. در مورد پروپوزال من یه سوالی از شما بپرسم، احتمال سوال بچه هم باشه. این که پروپوزالی که نوشته میشه همون موضوع تز دکترایی که شروع خواهند کرد خواهد شد، یا اون پروپوزال صرفاً یکی از مدارکی که باید شما تهیه بکنید، ولی وقتی که دوره دکتراتون رو حالا زیر نظر استاد شروع کردید شاید مثلا یه موضوع کاملا جدید زیر نظر اون استاد شروع کنید و اون پروپوزال صرفاً فقط برای این بوده که ارائه بدید. بله، بسیار هم عالی. ببینید پروپوزال قطعا دانشگاه وقتی که داکیومنت ارائه میده و یه سری موضوع ها رو مشخص، یه سری تاپیک های اسپسیفیک رو مشخص میکنه برای پروپوزال و میگه تو این موضوع شما باید پروپوزال بدین، قطعا یه برنامه‌ای داره و اینجوری نیست که بگیم آقا ما این پروپوزال رو ارائه میدیم و در ادامه قرار نیست شما حالا روی این کار بکنید. ببینید این سمت فلکسیبل هستن و شما وقتی که حالا بیاین اینجا بعد از اینکه حالا پروپوزال ارائه شد، بر اساس اون دانشی که شما دارید، بر اساس نالجی که شما دارید، به خصوص برای پی اچ دی فلکسیبل هستن. یعنی جوری نیست که حتما باید دقیقاً روی اون پروپوزال کار کنید و نتایجی که تو اون پروپوزال و اون آوتکامی که شما رو اون پروپوزال داشتین باید تماما اون KPI ها به دست بیاد، و نه اصلا اینجوری نیست. یعنی اصلا شما اون ریزالت ها قرار نیست اینجا شما روی اون ریزالت ها دقیقاً اون چیزی که نوشتین رو به دست بیارین. اینا خیلی فلکسیبل هستن، ولی وقتی که دانشگاه یه سری تاپیک مشخص کرده و طبق اون تاپیک شما پذیرفته شدی، قطعاً اونها یه برنامه‌ای دارن برای اون داستان و اون قسمت از داستان، و این هست که شما علاقه‌مند، حداقلش اینو میدونن که شما علاقه‌مند هستید به ادامه موضوع پروپوزال تو اینجا، و این علاقه رو شما باید اینجا نشون بدین و حالا بعد شما با استادتون میتونید کانکت بشید، تصمیم گیری کنید بر اساس دانش خودتون، بر اساس مهارتتون، بر اساس اسکیل هایی که دارین. شما میتونید ادامه اینجا رو، ممکنه بعضیا اصلا بگن من نمیتونم ادامه بدم و یه خورده تغییر بدن حالا اون فیلدی که داشتن رو. و این یه نکته دیگه هم هست. ببینید اینجا قرار نیست اساتید یا دانشگاه روی شما فورسی داد، به خصوص برای پی اچ دی. حالا ایتالیا که اینجوریه، خارج از ایران فکر کنم تقریبا همینجوری باشه. ببینید واقعا معنی کلمه دانشجو یعنی کسی که میره دانش رو پیدا میکنه، و قرار نیست شما یه سوپروایزری داشته باشین این ایران حتما بگه آقا روی این موضوع کار کن، این کارو کن، این کارو کن. شما اینجا آزاد هستین، دوست دارین روی چه موضوعی کار کنید
دستتون آزاده، دوست دارین خیلی میتونید شیر کنید اطلاعاتتون رو با سوپروایزرتون، بگین من این اطلاعات رو دادم، شما نظرتون چیه. اون هر روز میتونید در موردش صحبت کنید، در موردش یه دیسکاشنی داشته باشین با اساتیدتون و این خودش خیلی کمکتون میکنه. و اصلا از این بابت که شما من یه پروپوزالی بنویسم که هیچ دانشی روش ندارم، دانشم یا نالجم کمه، نگران نباشید. شما اینجا قراره بیاین اون نالجتون رو اضافه کنید و در راستای اون پروپوزال ادامه بدین، حالا به هر صورتی، چه کم چه زیاد، در اصل اون دانشی که دارید. و این فکر کنم حالا جواب سوالتون رو تقریبا دادم. پیمان جان سوال داری بپرسی؟ خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون، توضیحات مفصلی بود. من خودم یه چند تا سوال دارم پیش اومد. یکی که نمره زبان، در مورد نمره آیلتس یا تافل، ما نمره یکی از مدارک درسته نمره زبان یا بله بله. ببینید نمره زبان، حالا من خیلی تاکید نکردم روش برای نمره زبان برای دانشجویان پی اچ دی. به چه علت؟ به علت این که خیلی واجب نیست، یعنی برای بعضی از دانشگاه ها. برای مستر بله، برای مستر قطعا یکی از سرتیفیکیت مهم هست، ولی برای پی اچ دی تو خیلی از دانشگاه‌های ایتالیا حداقل چیز واجب نیست. ولی اینی که میگم واجب نیست علت داره. ببینید من اولش گفتم شما وارد رقابت میشید و باید بجنگید. شما وقتی که وارد جنگ میشین هرچی تجهیزات داشته باشین به نفع خودتونه. وقتی وارد رقابت میشین هرچی تجهیزات داشته باشین به نفع خودتونه. نمره GRE، نمره زبان، جزء سرتیفیکیت هایی هستن که شما رو میتونن متمایز کنن و قطعاً دید دانشگاه، دید استادی که میخواد رزومه شما رو بررسی کنه، اگر یه نمره آیلتس قوی داشته باشین، اگر یه نمره تافل قوی داشته باشین، این میتونه یه دید پازیتیوی نسبت به شما ایجاد کنه و توی رقابت تنگاتنگی که الان خیلی زیاد شده شما قطعا نفر برتر خواهید بود اگر که نمره زبان رو داشته باشین، اگر که اون چیز داشته باشین. برای همین من توصیه میکنم حالا به دوستان زبان رو حتما جدی بگیرن، چه داخل ایران چه برای اینجا، چون واقعا مهمه، واقعا یه سرتیفیکیت مهمیه. خیلی از دوستان رو دیدم که زیاد جدی نمیگیرن و اینجا میان واقعا میخورن مشکل، چون اینجا محیط آکادمیکه. حالا ما میگیم گرچه اکثر اروپایی‌ها میتونن انگلیسی صحبت کنن ولی ایتالیایی‌ها توی شهرهای کوچیکش خیلی مسلط نیستن، ولی محیط آکادمیک، پروفسوری که شما باش در ارتباطین، اساتیدی که شما باش در ارتباطین کامل فلوئنت میتونن انگلیسی صحبت کنن. شاید نتونن اکسنت خوبی داشته باشن ولی گرامرشون فوق العاده است. من باشون صحبت کردم، دارم میبینم اصلا اشتباه گرامری ندارن برخلاف ایرانی‌ها و این خودش خیلی پوینت مهمی هست که باید رعایت بشه. و برای GRE هم برای دوستان مهندسی، فن مهندسی زیاد واجب نیست، ولی برای کسایی که رشته مدیریت دارن یکی از سرتیفیکیت های مهمه که باید حتما بگیرین GRE رو. چرا؟ چون به خصوص برای آمریکا که جزء اوجب واجبات هست، آمریکا جزء داکیومنت هایی هست که خود دانشگاه میخواد ازتون. برای ایتالیا هم جدیداً دیدم که خیلی دانشگاه ها به کسایی که GRE دادن بهای بیشتری میدن و این خیلی مهم هست. و حالا برای دوستانی که قرار بیان یه توصیه هم بکنم، زبان ایتالیایی رو شروع بکنید. یعنی واقعا این خیلی واجبه که یه بیسیکی از زبان ایتالیایی، کاری که من خودم انجام ندادم و الان مشکل خوردم خیلی جاها. این خیلی مهمه که اگر شما پذیرش گرفتین یا قبلش یه بیسیکی نسبت به زبان، حالا اون چیز اولیه رو داشته باشین نسبت به زبان ایتالیایی و این خیلی مهمه براتون. همین. خیلی ممنون. خب من یه سوال داری؟ خب نه تو بپرس. من بله در مورد بورسیه بود. بورسیه که حالا وقتی پذیرش میگیری بورسیه خود به خود شامل میشه، درسته؟ درست. خب پس یعنی بورسیه استاد ببینید میتونی اقدام کنید یا نه، یا کلا برای ارشد بورس استاد؟ نه. ببینید بورسیه داستانش به این صورت هست.
این بورسیه استانی که برای ارشد هست، یعنی برای ارشد شما بورسیه استانی میگیرید و الان ببینید برای ارشد، برای مستر اگر میخواین اقدام بکنید شما باید استانها رو بشناسید. بعضی استانها بورسیه‌اش مشکل داره و خیلی از دوستان نمیگن این رو. مثلا میبینید آقا ریت پذیرش، ریت اکسپت یه سری دانشجو تو بعضی استانها خیلی بالاست و طرف میاد میگه آقا من پول ازت میگیرم تو فلان جا برات اکسپت میگیرم و اون برای داستان نمیگیره که این بورسه مشکل داره که کسی براش اقدام نمیکنه، که این پوزیشن خالیه و شما راحت میرید اونو میگیرید و اونجا میخورید مشکل و این اصلا خیلی کار درستی نیست. بورسیه استانی کلا داستانش برای مستر هست و اصلا برای دکترا بورسیه استانی معنی نداره. شما فول فان میشید وقتی دانشجو پی اچ دی میشید، فول فان میشید که حالا اون توی تمام استانا من ندیدم جایی مشکل داشته باشه تا الان بورسیه پی اچ دی. مبلغش هم مبلغ قابل توجهیه نسبت به بورسیه ارشد، یعنی شما با بورسیه پی اچ دی به راحتی میتونید زندگی کنید، برخلاف دانشجوی مستر که حالا باید خیلی مراقب باشیم. هولوش 1250 حالا بستگی داره، مثلا تورین الان امسال قرار بوده زیاد کنه تا هولوش 1450 تا و مثلا ما 1250 تا میگیریم توی ساپینزا و این کامل کاور میکنه. حتی توی شهرهای گرون مثل روم که ما هستیم این خیلی کاور میکنه و اصلا ایرادی نداره که مثلا شما بگین آقا چیز باشه. فقط یه نکته‌ای هست که خیلی واجبه من بگم این هست که یه مقداری شما باید هزینه اولیه با خودتون بیارین در حد 2-3 ماه که بتونید در حد همون تقریبا 2000-2500 تا اگر بتونید بیارین برای خونه گرفتن، برای حالا هزینه‌های اولیه‌تون قبل اینکه کار حقوقیتون اوکی بشه. این خیلی واجبه که حالا این مبلغ رو شما همراهتون داشته باشین که یا میتونید از دوستانتون که اینجا هستن قرض کنید و بعداً که حقوقتون واسه شد بهشون بدین و این خیلی نکته واجبی هست. من این سوال حالا اینو شاید بعد اول میپرسیدم. آقای دکتر میتونی یک بازه زمانی تقریبی اگه حضور ذهن داشته باشین بهمون بگی که کالهای ایتالیا از چه زمانی شروع میشن و مثلا آخرین دانشگاهاش تا کی ادامه داره و میشه برای این کالهای ایتالیا اپلای کرد؟ درست. ببینید از اوایل مارچ تقریبا حالا دانشگاه‌ها شروع میکنن اناونسمنت یا همون آگهیاشون رو دادن توی بندمیو، اگر برین چک بکنید اونجا هر دانشگاهی به صورت مجزا پوزیشن هاشو میذاره و از تقریبا از اوایل مارچ شروع میشه و تا تقریبا اواخر سپتامبر. حالا این پوزیشن ها مدام گذاشته میشه، به روز میشه، آپدیت میشه، پوزیشن ها پر میشه و حالا برای مصاحبه و اینترویو من یادم تقریبا از بعد از عید نزدیکای تقریبا حالا نمیدونم خرداد بود این تایما بود. حالا بستگی داره چند تا سایکل باشه، حالا یه سایکل باشه اینترویوتون، 2 تا سایکل باشه. اینترویو رو برگزار میکنن و نتایج نهایی تا قبل از شما، چون بعد دسامبر اینجا باشین، دسامبر شما حتما باید اینجا باشین. البته حتمی وجود نداره برای دانشجوی پی اچ دی. شما میتونید، حتی من دیدم بچه‌ها فوریه میان، بچه‌ها من دیدم توی مارچ هم حتی دورکاری میگیرن به صورت ریموت و میان. ولی اینی که تقریبا شما باید تمام کارهاتون رو و اون ثبت نام اولیه رو تا دسامبر انجام داده باشین که پوزیشنتون نپره. و یه نکته خیلی مهمی من خدمتتون بگم، من خودم به این مشکل خوردم و اون سر بعد از پذیرشتون هست. ببینید شما یه نام پذیرش که گرفتین، نام پذیرشتون که اومد، به قول مرحله آخر یا قول نهایی شما وقت ویزامتریک گرفتنه و این وقت ممکنه به خیلی ها نرسه و حتی دانشجویان پی اچ دی الان مسترها که خیلی این مشکل رو داشتن و این داستان پیش اومده بود براشون که خیلی هاشون پذیرش رو داشتن ولی وقت نرسید
برای دانشجوی پی اچ دی هم همین جوریه. شما بلافاصله بعد اینکه نامه پذیرش رو یعنی اون اکسپت رو از دانشگاه گرفتین، شما باید کارهای یونیورسالیتون رو انجام بدین و یونیورسالیتون که تایید شد و تموم شد و اینها، نامه پذیرشتون اومد، بلافاصله بعد از اون شما باید اقدام کنید برای وقت ویزامتری گرفتن و این وقت رو تو اولین فرصت سعی کنید بگیرید که اذیتتون نکنن سر پذیرش گرفتن، چون بعدش قطعا میای تو صف و از اون سمت هم دانشگاه فشار میاره که شما مدارکتون رو از طریق سفارت باید داده باشین و حالا ویزاتون آماده شده باشه و بفرستین برای دانشگاه، وگرنه پذیرشتون از بین میره. این اتفاقی هست که خیلی جدیدن، چون حجم متقاضی ببینید زیاده توی ایران. علاوه بر این دوستان از سایر کشورها هم من خودم شاهد بودم که از افغانستان، از پاکستان دوستان میان و یه سری کارهای سفارتیشون رو توی سفارت ایران انجام میدن. واسه همین این تراکمه، این به قولی ازدیاد جمعیته ممکنه خلل ایجاد کنه تو کارتون، پس هیچ وقت کارتون رو به عقب نندازین. یعنی بلافاصله پذیرشتون اومد، ویزامتریک رو شما سعی کنید ثبت نام کنید و این خیلی مهمه. و در نهایت شروع ترم ها هم معمولا از اواخر دسامبر یا همون اوایل دسامبر، تقریبا اوایل دسامبر شروع میشه و حالا تا حالا اون پریود 3 ساله تا اواخر اکتبر شما باید دفاع کرده باشه که میتونید پی اچ دی رو بعدش هم اکستند کنید به مدت 6 ماه. البته این بستگی نظر استادتون داره و این قطعی نیست. من یه سوال دیگه هم بپرسم، فکر کنم بچه هم پرسیده بودن. واسه آمریکا بعضی بچه ها ایمیل میزدن که اپلیکیشن ای رو براشون ویو کنن، همچین امکانی برای ایتالیا هم وجود داره؟ متاسفانه همچین امکانی، ببینید شما وقتی در رابطه با آمریکا صحبت میکنیم، یک کشوری هست که کشور پولداری هست و این داستان اینه که اونجا خیلی راحت، خیلی درکشون حس میکنم بیشتر هست و شما نامه میدین که اپلیکیشن ویو بشه، شرایط اقتصادی اینجا توی کشور ما بعد اونا راحت ویو میکنن و این خیلی خوبه. ولی توی ایتالیا اصلا اینجوری نیست. من ندیدم از دوستان بتونن اپفی توی ایتالیا ویو کنن و شما اگه نامه بدین، نامه‌ای که بهتون داده میشه یه نامه‌ای هست که توش گفته شده که نه امکانش نیست و متاسفم و این اپفی چیزیه که هزینه بررسی مدارکتونه و این اصلا امکانش نیست که شما بتونید اپفی رو توی حالا ایتالیا ویو کنید، یا من ندیدم اگر که باشه. یه سوالی هم که حالا دیدم زیاد پرسیدن در مورد دکترای مستقیم، آیا همچین شرایطی برقراره برای ایتالیا که بچه‌ها بتونن دکترای مستقیم اپلای کنن؟ ببینید دکتر مستقیم، اصلا لفظ دکتر مستقیم وقتی میاد یه سری رشته‌های خاص رو مد نظر. من دیدم اکثرا توی دکترای مستقیم یه سری رشته‌های اسپسیفیک هست که شما میتونید تو اونا دکترای مستقیم بگیرین. من رشته‌های جنرال مثل برق و مکانیک ندیدم شما مثلا بتونید از لیسانس بیاین مثلا پی اچ دی مستقیم بگیرین بدون که مستر رو بگیرین. حقیقتش تو این حوزه من اطلاعات ندارم، نمیخوام اطلاعات غلط بدم، ولی اطلاعات خاصی ندارم بگم آقا. ولی توی فیلد خودم من ندیدم کسی پی اچ دی مستقیم بیاد و این اکثرا پی اچ دی مستقیم من برای آمریکا من خیلی دیدم. برای آمریکا خیلی دیدم پی اچ دی مستقیم میگیرن، برای استرالیا دیدم، ولی برای ایتالیا نه، متاسفانه من ندیدم کسی که پی اچ دی مستقیم بگیره. یا اگرم هست دوستان اگر اطلاعی دارن میتونن بیان بگن بالا، مشکل نداره. خب خیلی آقای دکتر، خیلی توضیحات مفصل دادید. بذار حالا من یه سری توضیحات جامع بدم و خلاصه بحث رو انجام بدم، بعد حالا سوالا رو بدون جواب. ببخشید من چون دیر اومدم یه خلاصه نکاتی رو میشه از اولش بگین، چون احتمالاً ضبطم نمیشه. من عذرخواهی میکنم. میفرستیم. خب یکی این که در مورد نحوه اپلای، ما توجه به تجربه‌ای که داریم این پارسال برای بچه‌ها اپلای می‌کردیم، معمولاً دو مرحله است. یکی این که اول مرحله ارزیابی مدارکه که تقریباً حالا سیستم نمره‌دهی هر دانشگاه فرق می‌کنه. مثلا بعضی از دانشگاه‌ها
همون اولش از 100 میذارن نمره رو، بعضی از 70 که مثلا اگه مثلا از 70 40 رو رد کردی مثلا پذیرش گرفتی و میری مرحله مسابقه. میخواستم اینو بگم که کلا نوع اپلای، حالا کلا پروسه اپلایش دو مرحله است. یکی که مرحله ارزیابی مدارکه که اگه ارزیابی میشه بعد اگه به یه نمره قابل قبول برسی میری مرحله مصاحبه. آیا این پروسه برای همه دانشگاه به همین شکله که بله ببینید ارزیابی مدارک رو بله همه دانشگاه‌ها دارن و این ارزیابی مدارک همون چیزی بود که من اولش گفتم. شما رزومه‌ای که میدین اگر یوروپ هست نباشه، این ارزیابی رو گذاشتن برای اینکه شما اون ظرفیت، یعنی اون حد نصاب اون دانشگاه رو داشته باشین. مثلا من دوستان دیدم، واسه همینه که میگم شما داکیومنت ها رو بخونید، داکیومنت هایی که قبل از حالا اون پذیرش، قبل از ثبت نام ارائه میده دانشگاه بخونید. من دوستان دیدم قشنگ توی داکیومنت اشاره کرده که معدل شما باید 85 از 100 باشه، یا مثلا معدل شما باید این قابلیت رو داشته باشه. طرف اومده با معدلی که مثلا جی پی ایش میشه مثلا 70 برای پوزیشن اقدام کرده، بعدش میاد میگه چرا من ریجکت شدم تو مرحله اول. خب مشخصه شما باید اون صلاحیت اون پوزیشن رو داشته باشین بعد اقدام کنید و این بررسی مدارک همونه. یعنی شما میان و اصلا آدم خاصی نیست ها، یعنی یه فرد خیلی خبره‌ای هم نیست، اون داکیومنت ها طرف میذاره جلوش میگه آقا معدلش باید 85% باشه. خب این نیست، این ریجکت میشه. این هست، این ریجکت میشه. این مثلا ما گفتیم در رابطه با این تاپیک پروپوزال بنویس، در رابطه با یه چیز دیگه آوردی نوشتی اصلا کلا، خب این ریجکت میشه، اصلا نمیری برای مرحله رقابت. و این خودش خیلی چیز هست. و مثلا نمره زبان خیلی موثر، نمره داره توی چیز. حتما اگر که میخواین توی رقابت باقی بمونید زبانو مد نظر داشته باشین. نمره جی آر ای توی بعضی دانشگاه‌ها پوینت مثبت هست و میتونه براتون نمره بیاره. پروپوزال قوی، ببینید اگر شما برید نگاه کنید بیشترین نمره رو توی بعضی دانشگاه مطرح به پروپوزال میدن. یعنی پروپوزال رو مثلا 10 نمره بهش میدن و شما، من اینجوری که یادمه، دقیق یادم نیست، پروپوزال رنک، یعنی اون جایگاه پوزیشن اول رو داشت، بعدش معدلتون بود که خیلی مهم بود، بعد از اون مقالاتتون بود. اگر مقالات Q1 داشته باشین قطعاً نمرات بهتری میگیرین. بعد از اون حالا لول های بعدی نمره زبانتون هست. اون دیگه خاطرم نیست دقیقاً چه فاکتورهای مهم بود، ولی این فاکتورهای مهم شما اگر این 4 تا فاکتور اولیه رو بتونید کسب کنید قطعاً میاد توی رقابت و ریجکت نمیشید همون مرحله اول. فقط در مورد مسابقه به صورت تیمیه، یعنی کل بچه‌هایی که مسابقه میشن با مثل همین حالتی که ما الان بله ببینید بله مصاحبه به صورت تیمی هست و حالا چیزی که من حالا توی چند تا مصاحبه داشتم برخلاف حالا کشورهای اسکاندیناوی و آمریکا که مصاحبه به صورت ترکیب استاد هست، مصاحبه به صورت تیمی برگزار میشه و مثلا 4 نفر 5 نفر میشینن و یه گروهی از افراد مثلا 20-30 نفر رو دعوت میکنن برای اینترویو و تایم بهتون میدن، مثلا 15 میگن از مثلا 10 و 15 دقیقه تا 10 و 30 دقیقه به اسم مثلا مصطفی جباری ما قراره باشه. حالا یه خورده بالا پایین میشه ولی تو اون تایم قطعا تو حال و هوش اون تایم شما ایوالویت خواهی شد طبق چیز که تو اونجا شما تو اینترویو هم اصلا اینترویو چیز خیلی گنگی نیست. تو اینترویو شما باید یه دونه به قولی پرزنتیشن آماده کنی. این پرزنتیشن شامل معرفی خودت، شامل کارهایی که کردی، اچیومنت هایی که به دست آوردی، یه مقداری در مورد پروپوزال ارشدت، اون تز ارشدت و اون حالا خروجی هاش و یه مقداری هم اگر خواستی در مورد پروپوزالی که ارائه دادی به دانشگاه و بعد از اون سوالایی که ازتون پرسیده میشه یه مقدارش در مورد حالا تز ارشدتون خواهد بود، یه مقدارش هم در مورد پروپوزالی که ارائه دادین. اصلا چیز خیلی ترسناکی نیست. شما بگین نه الان یه سوالی میپرسه مثلا چه میدونم میاد جبر خطی از من میپرسه
نه کاری که انجام داد، میگم که اساتید اینور خیلی نایس هستن و خیلی جوری نیست که شما خیلی تحت فشار قرار بگیرین و اینا بیشتر نیازمند یه آدمی هستن که موتیویت باشه، انگیزه داشته باشه برای ادامه پی اچ دی و نیازمند آدمی نیستن که نمیدونم کلی فرمول بلد باشه، کلی دانش نالج ریاضیش قوی باشه و این به این صورت هست. و شما اگه بتونید آدم مسلطی باشین، یعنی فوق العاده آدم مسلطی باشین توی مصاحبه، قطع به یقین شما جز افرادی هستین که اکسپت میشین. ولی نه اگه کارتون رو خوب انجام داده باشین ولی ارائه خوبی نداشته باشین، اینترویو خوبی نداشته باشین، قطعاً به مشکل خواهید خورد و این خیلی نکته مهمی هست که شما رو خودتون کار کنید، رو تسلطتون کار کنید، روی موضوعی که میخواین بگین کار کنید. شما قطعاً وقتی میخواید برای پی اچ دی اقدام کنید یه عقبه 2 سال کارشناسی ارشد دارین دیگه. شما تو اون 2 سال روی تزتون کار کردید، روی ابعاد مختلفش کار کردید، یعنی باید واقعاً مسلط باشین به اون چیزی که دارین میگین. ببینید من همیشه این مثال خوبی میزنم، میگم به چیز غلطی هم که داری میگی ایمان داشته باش. تو اگه به چیز غلطی هم که داری میگی ایمان داشته باشی و با ضرس قاطع اینو بگی و بتونی بقبولونی به طرف که چیزی که من دارم میگم درسته، مطمئن باش اون پوزیشن رو گرفتی و این خیلی مهمه. و شاید نتایج خوبی نباشه توی ریزالت هایی که توی ارشد گرفتی، ولی اگه ایمان بهش داشته باشی، بتونی اونو خوب پرزنت کنی، بتونی یه دلیل قوی و محکم بیاری و نذاری طرف بفهمه که تو نقطه ضعف داری، تو اونجا ویک پوینت تو نذاری شناسایی کنه، این قطعاً مؤثر خواهد بود. و میگم که اعتماد به نفس و اون اعتمادی که به خودت داری توی پرزنتیشن خیلی مهمه و این نکته خیلی مهمیه که باید بچه‌ها بهش توجه کنن. خیلی ممنون آقای دکتر بابت توضیحات بسیار. آره پارسال که داشتیم برای بچه‌ها اپلای می‌کردیم، ببخشید یکم تایم به دست دستم می‌دادیم. آره چون سوال مهمی بود. ما پارسال که اپلای می‌کردیم بعضی از بچه‌ها خیلی رزومه خوبی هم داشتن ولی رنک اولی که میومد تو اون جدول رنکینگ مثلا پنجم ششم میشد با اینکه مثلا خیلی رزومه خوبی داشت. بعد دقت می‌کردیم مثلا از 1 تا 4 همشون ایتالیایی بودن. با توجه به اینکه کالای ایتالیا کلا ایتالیایی و اینترنشنال با هم دیگه جدا نمیشه و ایتالیان با شما رقابت می‌کنن. یه بحثی که بود بحث ملی‌گرایی مثلا هیئت اون ادمیشن است. آیا شما همچین چیزی رو تجربه کردید یا اینا فقط خرافات و ببینید من به این صورت به قضیه نگاه نمی‌کنم. حالا خیلی از دوستان دیدم توی گروه ها میان میگن آقا اینا ملی‌گران، اینا ناسیونالیستن، اینا خودشونو برمی‌دارن. اینجوری نیست. ببینید اینها حالا با توجه به کانکشنی که باشون داشتم دارم اینو میگم، اصلا اینجوری نیستن. داستان به چه صورت هست که شما با یه رزومه قوی بعد از اونها قرار میگیرید؟ ببینید شما خودتون رو بیاید بذارید جای پروفسوری توی دانشگاه به عنوان مثال ساپینزا، مثال توری. 4 تا دانشجو دارین که ایتالیایی هستن، قطعا دانش لیسانسشون اینا یا ارشدشون اینا ایتالیایی بودن دیگه. 4 تا دانشجو دارین که یه شناختی نسبت بهشون دارین، یه تزی رو باهاشون پیش بردین تا یه قسمتی و رو آیندهشون تصمیم دارین، یعنی رو آیندهشون فوکسین که آقا من میخوام این تز رو ادامه بدم با ایشون. قطعا اون 4 نفر و اینها قبل از پوزیشن ها نظرخواهی میکنن از دانشجویان ارشدشون که شما میخوای پی اچ دی رو ادامه بدی، به خصوص دانشجویان ارشدی که خیلی هایلایت هستن، خیلی قوی کار میکنن، میخوایم پی اچ دی و اونا اگه اکسپت کنن قطعا پوزیشن اول اونا هستن و شما هر چی رزومتون قوی باشه، خیلی خوب کار کرده باشین، اولویت استاد اونه که با اون کار کنه و این به نظر من اصلا چیزی نیست که خیلی ما بخوایم نسبت بهش گارد بگیریم و حالا بخوایم ناامید بشیم، دیسپوینت بشیم، بگیم نه این کلا این پوزیشن برای ایتالیایی‌هاست و ما هیچ جایگاهی نداریم. قطعا اینجوری نیست. و یه بودیش هم هست، حالا من دوستان شنیدم داستان مافیایی هست که آره مثلا خیلی پوزیشن ها قبلا پر شده. اینو اول بحث من گفتم بله اینجوری هم هست، ولی شما گفتم همون اولش هم گفتم شما وقتی قدم میذاری توی مسیری برای تحصیلات تکمیلی،
اینا ارادتون باید بر اینا غلبه کنه. شما ممکنه از 100 من خودم گفتم 5 جا پذیرش گرفتم 150 جا ریجکت شدم. اینا باید باید ذهنتون رو به ریجکت شدن مدام عادت بدین. اینجوری نباشه که بگین من 2 جا ریجکت شدم 3 جا ریجکت شدم دیگه ناامید بشم. و این خودش قطعاً توی بعد از 20 بار بعد از 30 بار ریجکت شدن دیگه براتون عادی میشه. خب قطعاً یکی بوده که حالا اون صلاحیتش بیشتر از من بوده. به خصوص توی جاهای، حالا ایتالیا خیلی خوبه، جاهایی که خیلی حالا دوستان شاید تجربه داشته باشن، به خصوص کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، اتریش، نروژ سلکتیو انتخاب میکنن. من خودم 3 بار رفتم مرحله دوم مصاحبه حالا نروژ و سوئد و مرحله دوم مثلا من خودم تجربه خودم میگم، با یه آلمانی بودم، من بودم و ایشون، و حالا ابتدایی هم ایشون شروع کرد پرزنت کردن و بعد اینکه پرزنت کرد من وقتی نگاهش کردم گفتم واقعا ایشون صلاحیتش از من بیشتره. حالا چجوری صلاحیتش از من بیشتر بود؟ ایشون کلاً برای جزء به جزء کارهایی که میخواست بکنه برنامه داشت. واقعا برنامه ریزی فوق‌العاده قوی کرده بود و حتی برای پستاک و گفته بود که من ایدم این هست که دانشگاه شما پی اچ دی بگیرم و برای پستاک با فلان استاد روی این موضوع کار کنم، روی فلان موضوع ریزالت ها رو من در بیارم. و من دیدم اصلا در مقابل ایشون حرفی برای گفتن ندارم و همونجا هم به هیئت گفتم اصلا من ارائه نمیدم. و این مشخص بود که طرف فوق‌العاده قوی هست توی چیزش و این داستانا هست و اینجوری فکر نکنیم که حالا چون ما رزوممون قوی هست، چون ما آدم مثلا خیلی قوی هستیم دیگه کسی نیست. نه، خیلی آدما هستن خیلی قوی کار میکنن. یه نکته‌ای هم بگم، حالا خوب صحبت رو چیز کردین، این هست که ببینید اساتید اینجا مثل ماها نیستن. ما یه ضرب مسئله هست میگن ما دریایی هستیم به عمق 2 سانت. یعنی چی؟ یعنی دانش ما در مورد نالج ما در مورد همه چی هست ولی 2 سانتی هستیم و این خیلی مؤثر هست. شما وقتی میگی من یه مهندس برقم، من یه مهندس مکانیکم، من تربیت بدنیم، من علوم سیاسی خوندم و این تز ارشدم هست، واقعا باید به تز ارشدت مسلط باشی و کسی که میاد با تو مصاحبه میکنه باید بتونی یه چیزی رو پرزنت کنی برای طرف، یه چیزی رو ارائه بدی برای طرف که به نالج طرف افزوده بشه. و مثلا یه پروفسور با 50 سال و 60 سال سن میاد میشینه اونجا و شما باید انقدر مسلط باشی که طرف نتونه ایرادی بهت بگیره، نتونه حالا چیزی بهت بگه و این خیلی موثر هست. و اینجوری نیست که شما به قولی در مورد همه چی اطلاعات داشته باشی ولی در موقع فیلد تخصصی خودت بمونی وقتی سوالی پرسیده میشه. این خیلی مهم هست. من در حد حالا خیلی مزاحم وقت آقای دکتر نشیم، من خیلی سوال کوتاهی اینجا پرسیدن. من میپرسم آقای دکتر در حد خیلی کوتاه، اینکه وقت شما هم گرفته نشه خیلی کوتاه جواب بدید. پرسیدن که بدون مقاله میشه پذیرش برای دکترا گرفت برای رشته مثلا روانشناسی؟ بله، ببینید میشه. اولا که ببینید اون چارتی که میدن، واسه همین میگم داکیومنت ها رو بخونید قبل از چی. شما میتونید برید داکیومنت هایی که اگه ارائه نشده برای دانشگاه تارگتتون، برید داکیومنت های سال قبلش رو پیدا بکنید از خود سایت و اون چارت رو که آقای پیمان هم فرمودن اونو برید چک بکنید. ببینید ما برای هر کدوم از اینها یه جدول رنک داریم. برای پروپوزال گفتم که پروپوزال بیشترین نمره رو میگیره، معدل بیشترین نمره رو میگیره. با اینها نمره زبان یه نمره میگیره، مقاله یه نمره میگیره. شما فقط اگر مقاله نداشته باشین نمره مقاله رو از دست میدین. اگر پروپوزال قوی ارائه بدین، پروپوزال خوبی داشته باشین، کل پروپوزال رو، نمره پروپوزال رو بگیرین، شما میتونید نمره مقاله رو کاور کنید. ولی اینها دلیل نمیشه که شما اگر توانایی داشته باشین مقاله بدین صرف نظر کنید. مقاله دادن یه پوینت مثبته که شما رو میتونه کمک کنه تو این مسیر
و این خودش خیلی مهمه. خیلی ممنون. یعنی کلا به صورت پکیجی، یعنی شما اگه مقاله نداشته باشید خیلی تمرکز کنید روی پروپوزال، روی معدل، روی قسمت‌های دیگه، ولی اگه خیلی داشته باشید همونطور که گفتید انگار که دیگه جنگ میری و باید خیلی مجهز باشید. درست. در مورد زبان هم که توضیح دادید، ساختار پروپوزال برای هر دانشگاه فرق میکنه یا؟ ببینید نه، ساختار پروپوزال برای هر دانشگاه فرق نمیکنه. پروپوزال یه چی مثل این مقاله است. خب پروپوزال مثلا ساختار مقاله مگه فرق داره؟ ببین مقاله به محتواشه. خب شما باید بتونید اون محتوا رو خوب ارائه بدید، ولی اینجوری نباشه که ساختار که ارائه میدین یه ساختار باشه که اصلا ساختار پروپوزال نیست. پروپوزال یه استراکچری داره که همه ما میدونیم. شما الان برید سرچ کنید توی اینترنت بنویسید آقا استراکچر پروپوزال، براتون یه استراکچر میاره، طبق اون باید نوشته بشه. مثلا یه بادی داره، یه کانکلوژنی داره، یه KPI داره، یا ریزالتی داره، اونا باید رعایت بشه حتما. یعنی جوری نباشه که شما مثلا چه میدونم بیای به دل بخواد خودت یه جای قسمت از متن رو هایلایت آبی کنی، یه جاش هایلایت زرد کنی، اینجا مثلا ریزالت ها رو اول بذاری. این ساختارش یکیه. ببینید اصلی که پروپوزال مهمه توش آره محتوا و نوآوریشه. شما باید یه ناولتی توی پروپوزالی که ارائه میدید باید داشته باشید. توی ریزالتاتون یه ناولتی قوی، یه تفکر قوی باید پشت چیزی که ارائه میدیم باشه که این بتونه اکسپت بگیره پروپوزالتون نسبت به سایر افراد. و این خیلی کمک کننده است. یه راهنمایی هم بکنم. ببینید دوستانی که میخوان پروپوزال بنویسن، پروپوزال افرادی که سالهای قبل پذیرش گرفتن خیلی میتونه موثر باشه برای شما، خیلی کمک کننده خواهد بود. چرا؟ چون دیدگاه اون کمیته، دیدگاه اون پروفسورها که تغییر نمیکنه. پروپوزالی که اکسپت گرفته از همون استاد اکسپت گرفته که قراره امسال شما رو ایوالویت کنه و قطعا اون خودش میتونه شما رو خیلی بندازه جلو. پس سعی کنید با کسایی که سالهای قبل پذیرش گرفتن کانکت بشید و پروپوزالشون رو بگیرین. اگر که لطف کنن که حالا دوستان ما ارائه بدن، چون ببینید متاسفانه کامیونیتی ایرانی کامیونیتی هست، نمیدونم چرا اینجوریه، بعد از این که حالا کارشون انجام میشه دیگه کلا سعی میکنن کسی رو کمک نکنن و این اصلا درست نیست. برعکس هندیا که من اینجا دارم میبینم، هندیا فوق العاده کامیونیتی قوی دارن و هر کدومشون به هر جا وارد میشه قطعا بعد شما میبینید 20 تا هندی سبز میشه اونجا و این خیلی مهمه. شما برید افرادی که سالهای قبل قبول شدن رو پیدا کنید و پروپوزالشون رو بررسی بکنید. این خیلی کمک کننده است. ممنون. من آخرین سال رو هم بپرسم، شرط سنی یکی از بچه‌ها پرسیده بود. ببینید شرط سنی نداره، یعنی شرط سنی خاصی من ندیدم داشته باشه برای بعضی از دانشگاه، ولی بعضی از دانشگاه فکر کنم داشت یه محدودیت سنی داره. ولی اینا گفتم اینا پوینت هایی هستن که هر ساله ممکنه تغییر کنن، اینا ثابت نیستن. شما مثلا نمیتونی بگی آقا برای هیچ وقت شرط سنی نداره. یه دونه حالا داکیومنت ارائه میشه قبل از هر باز شدن هر کالی، بهش میگن کال توی ایتالیا، قبل از هر کال، و این توش تمام نکات رو نوشته. من ندیدم، ما برای رشته خودمون یا برای حال دانشگاه خودمون ندیدم شرط سنی، به خصوص برای پی اچ دی، چون اینا هدفشون از پی اچ دی اینه که شما بیاین یه کمکی بکنید که حالا تو اون فیلد خودتون یه نوآوری ارائه بدین، یه کاری بکنید و این اصلا مهم نیست. شما میتونید تو هر سنی که هستین اقدام بکنید. رویاهای خودتون رو نکشید به واسطه اینکه سنتون زیاده نمیتونید کاری کنید، یا سعی کنید ادامه بدین به اون چیزی که ارادهش رو دارین و براش هدف دارین. خیلی ممنون آقای دکتر. پیمان جان سوال فکر کنم جواب بدم. یکی از بچه‌ها گفته که ایتالیا چرا انقدر دیر جا میده؟ من 4 سال پیش اپلای کردم، به هفته پیش جواب ریزیکتش اومد. ببینید
متاسفانه حالا ایتالیا یه خورده لیزی هستن، خیلی تنبلن نسبت به سایر حالا چیزها و این اصلا ایرادی چیز نیست. حالا بعضیا حالا طبق گفته خودتون که فرمودین، بعضی از دوستان شایبه این رو داشتن که اینا از قصد جواب نمیدن تا ورودی دانشجوشون کمتر بشه، به همون ترافیک ویزامتریک بخورن و ورودی دانشجوشون کمتر بشه و اینها اذیت کنن. نه اصلا اینجوری نیست، یعنی اینجوری فکر نکنید. ببینید اینها یه خورده ساعت کاریشون دیر شروع میشه و اینه که یه خورده دیر جواب میدن ولی قطعا جواب میدن. و شما ببینید شما سعی کنید به قولی مولتی تارگت باشید. یعنی چی؟ یعنی فوکس نکنید سر یه دانشگاه، بگین من الا و بلا میخوام برم تورین، الا و بلا میخوام بیام ساپینزا. شما باید، واسه همین گفتم شما از لحاظ اپی باید قوی باشین، یعنی حداقل باید 40 میلیون گذاشته باشین کنار برای اپلیکیشن فی دانشگاه‌های مختلف و توی تایم‌های مختلف دانشگاه‌هایی که بیشترین بیشترین ارتباط رو با شما دارن، بیشترین نقاط مشترک رو با شما دارن اقدام بکنید براش. یعنی باید مثلا 10 تا دانشگاه رو شما بذارین توی اولویت، این 10 تا دانشگاه رو اقدام بکنید، هر کدوم جوابش اومد حالا به اقتضای شرایط خودتون که می‌بینید کدوم بهتره، شاید 5 تاش با هم بیاد، اون رو سلکت کنید و ادامه بدین و اینجوری نباشه شما یه دانشگاه انتخاب بکنید و بگید نه من این دانشگاه رو میخوام و دیگه تمام. در مورد اعلام نتیجه یه حالتی داره اصلا ایمیل نمیده، بعدیش اینه اصلا منتظر ایمیل نباشید که شما پذیرفته شدید یا رفتید مرحله بعد. یه حالتی داره مثل سازمان سنجش، باید برید داخل قطعا همینطوره. باید برید داخل سایتش و اونجا چک کنید و اون جدول رو چک کنید ببینید چندم شدید و اصلا رفتید مرحله بعد. چند تا سوال هست در مورد رشته‌های مختلف که های شامل ایتالیا میشه یا نه. ببینید کلا هر دانشگاه، ببینید اگه دانشگاه اون کورسی که شما یا رشته‌ای که شما دارید میخونید اگه داشته باشه احتمالاً برای اون رشته فراخوان گذاشته. شما باید برای هر فراخوانی برید اون پی دی اف فراخوان رو بخونید، رشته‌ها رو اونجا لیست کرده، همه توضیحات کامل در مورد رشته‌ها رو اونجا گذاشته که اصلا پروپوزال چطور باشه، اصلا موضوع از قبل معلومه. یه نکته که خیلی مهمه، بعضی از رشته‌ها از قبل موضوع معلومه، شما باید در مورد اون موضوع صرفا موضوع پروپوزال بدید. بعضی از رشته‌ها جامع میگن، مثلا میگن مهندسی مکانیک، اون موقع پروپوزال دست خودتونه. واسه همین حالا آقای دکتر هم اشاره کردن که چند تا پروپوزال داشته باشید. پروپوزالا رو بعضی وقتا لازمه که در مورد یه موضوع اسپسیفیک بنویسید، بعضی هم جامع می‌نویسید حالا اون چیزی که خودتون مد نظرتون هست. و همینه، یعنی میگم که ببینید پروپوزال گفتم که مهمترین بخشه و اینکه شما چند تا پروپوزال داشته باشین و حالا اون پروپوزال ها رو بر اساس گفتم که کالهای قبلی شما میتونید برید اون کالهای قبلی رو بررسی کنید، ببینید تو چه حول و حوشی بوده، تو چه هوایی بوده و اون پروپوزال ها رو تو اون بنویسید که زحمتتون هدر نره برای نوشتنش. مثلا بچه‌ها گفتن برای شناسی اطلاع دارید، برای تربیت بدنی یا مثلا برای ماست، همه اینا داخل کال هست. اگه رشته حالا رشته ها رو اونجا چک می‌کنید، اگه رشته‌تون بود میتونید اپلای کنید. خب یه سری از بچه‌ها حالا دستاشون رو کردن، آقای ابراهیمی و خانم بهار. بعد فکر کنم دیگه 5 دقیقه آخر، زیاد وقت آقای دکتر رو هم نگیریم. دوستان اگه سوالی دارید میتونید ببخشید بفرمایید. صدای بنده داریم؟ بله صداتون هست. من یه سوال داشتم در مورد همین سایتی که آقای دکتر فرمودن، خواستم ببینم نحوه سرچ کردن توی این سایت چطوریه؟ یکم متفاوته با یکی سایت ها مثل اکادمیک پوزیشن و یه پست درست میکنه. عباس جان نظرت چیه؟ یه پست تو کانال بذاریم؟ آره یه پست من اتفاقا یادداشت کردم در مورد سایتی که آقای دکتر فرمودن، یه پست جامع در مورد نحوه سرچ اینا خواهیم داشت. یه سوال که من دیدم همین الان یهو به ذهنم رسید، دکترای مجدد هست. نظرتون در مورد دکترای مجدد واسه ایتالیا آقای دکتر؟
ببینید دکترای مجدد فقط باید در صورتی باشه. ببینید من خودم اینو شنیدم، اگر شما دکتراتون رو توی ایتالیا گرفته باشین بورس بهتون تعلق نخواهد گرفت، چون شما یک بار از فرصت بورس استفاده کردین و دیگه نمیتونید از اون فرصت استفاده کنید، یعنی اون فرصتتون سوخت میشه. هر فردی فقط یک بار حق داره از بورس استفاده کنه برای ادامه تحصیلاتش، به خصوص تو پی اچ دی. من این رو شنیدم، دقیق نمیدونم، ولی اگر دکترای مجدد در ایران، یعنی دکترا دارین در ایران و میخواین مجدد اقدام بکنید، چرا که نه، فرصت هست و شما میتونید اقدام بکنید. فقط داستان این هست که شما یه جوری باید کاور بکنید. حالا من دید اساتید اینجا رو نمیدونم، شاید اگر لینکدین دارین، اگر گوگل اسکالر دارین و حالا مقالاتتون هست، اینها باید یه جوری توجیه بشه برای اون پروفسور، برای اون استادی که میخواد باهاتون کار بکنه که شما علتتون چی هست که میخواید دکترای مجدد اقدام کنید. یعنی باید طرف رو اقناع بکنید از لحاظ اینکه شما هدفتون چی هست، اون تفکرتون چی هست و اینا. خیلی بعضی وقتا خیلی راه میان، اینجوری نیست که بگن نه شما حالا پیش. بعضیا میگن قایم بکنید. من نظرم این نیست. به نظر من همین اولش شما بگین که حالا پی اچ دی دارین، حالا حتی تو اینترویو، توی سی وی تون نمیخواد ذکر کنین، ولی تو اینترویو اگر سوال ازتون پرسیدن که قطعاً اگر کسی ازتون سوال پرسید یعنی میدونه داستان چیه، یعنی میدونه که شما پی اچ دی دارین، حالا با توجه به مقالاتتون راستشو بگین آره من پی اچ دی دارم و حالا میخوام توی این فیلد ادامه بدم. و این اصلا به نظرم نکته منفی نیست، این نظر شخصیه، یه چیزی نیست که من بگم نه حتما اینجوری. و ممنون. فکر کنم خانم بهار بله. اگه بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. من 2 سوال دارم آقای دکتر. یکی این که آیا سابقه کاری که مرتبط با رشته تحصیلیمون باشه، یعنی اون گپ تحصیلی که بین کارشناسی و مستر داشتیم مرتبط با سابقه کار بوده، آیا میتونه توی پی اچ دی تاثیر داشته باشه؟ و یه سوال دیگه این که یه سایتی هست که فرمت رزومه رو داره که رزومه اروپایی رو می-نویسیم، حالا من اون میخواستم اون اگر محبت کنین کامل بذارین که ما داشته باشیم که خودمون رزوممون رو بنویسیم، ممنون میشم ازتون. باش. حالا به دوستان در رابطه سوال دومتون تشکر میکنم. به دوستان میگم حالا برای یوروپاس هم یه پست درست کنن، چون نحوه درست کردنش خیلی ساده است، چیز سختی نیست. اونم میذارن حالا توی کانال تلگرام که حالا نحوهش به چه صورت هست. برای سوال اولتون ببینید، اولا که سابقه کار مرتبط به هیچ عنوان بد نیست، چه برای مستر چه برای پی اچ دی تون، اصلا یه پوینت منفی نیست. ولی اگر شما بخواید این رو به عنوان یه پوینت مثبت برای خودتون که دید مثبت ایجاد کنه برای استادتون، توی رشته خود من زیاد اینجوری نیست. شما حالا نمیدونم شما جسارتا رشته‌تون چی هستش؟ من روانشناسی هستم و تمام سابقه کاری من مرتبط با همین رشته است. خب اوکی هست. پس روانشناسی اوکی، روانشناسی شما خیلی راحت میتونید انگیج کنید با بود آکادمیکتون، بیاین بگین آره مثلا من کیس داشتم یا مطلب کار میکردم. این خیلی موثر هست تو دید استاد برای رشته شما و این خیلی خوبه. و جایی که خیلی کاربرد براتون خواهد داشت توی کنسولگریه که اون گپ تحصیلی رو با اون سابقه کار میتونید پر کنید، که این نکته خیلی مهم هست. حالا از دوستانی که گفتن حالا برای سنهای بالا، ببینید شما باید یه توجیهی هم برای ویزاتون داشته باشین، چون یه مرحله هم از ویزا شدن که کنسولگری میگه اگر سنتون خیلی بالا باشه برای پی اچ دی، میگه خب تو این سالها چی کار میکردین شما، چه اقدامی انجام میدادین، یا شما باید کار کرده باشین یا تحصیل کرده باشین، که معمولا بچه‌ها 2 سال رو میذارن برای زبان، میگن ما 2 سال زبان میخوندیم 3 سالشو کار میکردیم، برای افرادی که بالای 30 سال هستن. و این خیلی تو اونجا کمکتون میکنه این سابقه کار. و سعی کنید اگر ندارین و گپ خیلی بالایی دارین، گپ خیلی بالا منظورم بالای 7-8 ساله، مثلا طرف دیدم با 2-3 سال گپ میگه من گپ دارم، نه اون گپ نیست. مثلا شما اون میتونید با زبان، با حالا کارهای متفرقه پر کنید، بالای 7-8 سال گپ حساب میشه.
و این گپ رو شما حالا با سابقه کاریتون میتونید پر کنید. این خیلی موثر هست توی دیدگاه. و حتما خانم بهار شما توی اینترویویی که دارین به نظرم چون روانشناسی هستین و کار کردین اشاره کنید به این موضوع و این خیلی پوینت مثبتی خواهد بود برای شما اشاره کردن به این موضوع، چون دید مثبتی نسبت به سایر رقبا خواهد گذاشت برای شما. خیلی ممنونم ازتون. من یه سوال دیگه آقای دکتر بپرسم، اگر سن هولوش 40 باشه اوکیه برای پی اچ دی؟ بله اوکیه. ببینید شما باید بتونید توجیه کنید به هر طریقی. اونا اصلا براشون مهم نیست. برای دانشگاه که اصلا زیاد مهم نیست. برای ویزا شدن مهمه سن. یعنی شما مرحله پذیرش رو که گرفتین، شما مشکل اصلی ویزا شدنه. مثلا ممکنه به علت سن ریجکتتون کنن، ولی من دیدم افرادی 38 42 45 حتی دیدم که اومدن برای پی اچ دی، ولی شما بتونید اون گپ رو خیلی خوب کاور کنید اصلا ایرادی نداره، خیلی راحت میتونید پذیرش بگیرید. سپاسگزارم ازتون، ممنونم. من یه سوال میتونم بپرسم؟ ببخشید عذرخواهی میکنم. بله خودم هستم. سلام، وقتتون بخیر، مرسی از این جلسه خیلی خوب. من یه سوالی دارم، خیلی شاید سوالم پرت باشه. من پارسال این گروه‌های ایتالیا رو دنبال می‌کردم، همین هولوش عید بود که همه تو تکاپوی این بودن که برن مدارکشون رو از سفارت وقت بگیرن و یه چیزی مثل حرکت لیگالایز که برای یه سری از کشورهای اروپایی هستن انجام بدن. این یه چیز خیلی مبهمی تو ذهن من مونده. این مرحله رو ما نیاز داریم انجام بدیم، این لیگالایز کردن رو، و بعد مدارک ما آپلود کنیم؟ آره. نه ببینید این داستانش به چه صورت هست، اینو قطعا توضیح میدم چون من خودم درگیر همین موضوع بودم. ببینید متاسفانه تو ایتالیا هر استانش یه سری قوانین داره که برای ما شاید خیلی گیج کننده باشه و این قوانین به قولی هر استانی، زمان مثلا فارسی میگه هر استانی یه سازی داره میزنه برای خودش، واقعا همین هست. ببینید بعضی از دانشگاه، 2-3 تا دانشگاه توی ایتالیا هستن، ساپینزا هم جزش هست، که یه سری مدارک علاوه بر مدارک عادی یه سری مدارک میخواد. این مدارک شامل حالا کیمیا هست، نمیدونم شامل لگالایز مدارک هست، که اون لگالایز مدارک یه چیز دیگه است که الان توضیح میدم کامل اون چیه. کیمیا معمولا برای مسترها هست، برای پی اچ دی ها کیمیا لازم نداره، ولی برای مسترها حتما لازم داره، کیمیا رو باید تهیه کنید. و این لگالایز داستانش به چه صورت است؟ کاری که یعنی بلایی که سر خود من اومد. ببینید اینا پذیرش رو به شما میدن، بعد اینکه پذیرش دادن شما میرید مدارک تو ترجمه شده، ترجمه آفیشیال مدارکتون رو از دارالترجمه میگیرید. عادتا این ترجمه آفیشیال تو همه جای دنیا پذیرفته شده است، مهر مترجم داره، مهر وزارت امور خارجه داره، تمام مهرها رو داره و شما بفرستید برای آمریکا، بفرستید برای نروژ، سوئد، هلند، همه جا اینو پذیرش کنن. اما ایتالیا نه، اینجوری نیست. میگه ایتالیا چی میگه؟ میگه آقا من این مدرک رو درسته تو رفتی ترجمه ایتالیایی کردی، دستم در نکنه، این باید توسط کنسولگری ما توی تهران لگال بشه و یه مهری دارن، مهر بخوره که این لگال شده، یعنی قانونی شده، و تو اونو برای ما بفرستی و تا وقتی اون رو نفرستی ما تو رو پذیرش نمی کنیم و اگر تا مهلت معین این رو به ما ندی پذیرشت ملغا خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی کل زحمتی که کشیدی تمام پود خواهد شد رفت. و داستانش به چه صورت هست؟ و شما بعد از اینکه اینو میشنوی میای میری سفارت و میگی من میخوام اینو لگال کنم، میگه نه این لگالش در یه صورت برای شما انجام خواهد شد که این به این صورت خواهد بود که شما بیای برای ویزا اقدام کنی و در فرایند ویزا ما لگال این رو انجام میدیم. لگال این الان برای شما انجام نمیدیم و شما اینو میای به دانشگاه توضیح میدی، دانشگاه نمیفهمه، اصلا نمیفهمه شما داری چی میگی و نمیدونه که شما باید وقت بگیری برای اینا. بعضی وقتا خیلی گنگه که ما باید وقت بگیریم بریم سفارت چون حجم دانشجو زیاده. مثلا من اینجا توضیح میدادم من احتیاج دارم اپوینتمنت بگیرم، وقت بگیرم، و طرف اصلا نمیفهمید، میگفت وقت چرا؟ خب برو سفارت اونجا بده یه مهری بزنه دیگه. داستانش اینجوریه. این یه خورده ممکنه چیز باشه و واسه همینه میگم بعد اینکه پذیرش گرفتین شما باید هوش و هوشتون رو واقعا جمع کنید، چه مدارکی نیاز دارین. ببینید شما گفتم اگر ویزامتریک رو اولین نفر باشین که اقدام میکنید بعد از پذیرشتون،
به مشکل نخواهی خورد. چرا؟ چون قبل اینکه شما فرآیند ویزاتون پروسس بشه بری توی فرآیند ویزا، اول باید وقت ویزامتری گرفته باشین و اونا شما رو صدا میکنن، میگن مدارک رو برین تحویل سفارت تحویل ما بدین که تحویل سفارت بدیم، تحویل کنسولیگری بدیم و اونا کارهای لگال رو انجام میدن خود به خود و اون مدرک زودتر به دست شما خواهد رسید. و این داستانش به این صورت. عملا توی این مرحله که تو نقطه هیچ و صفر هستیم برای پی اچ دی دنبال این موضوع نریم، چون تو سفارت نه الان وقت لگال کردن و چیمه و اینا نیست. شما بعد از پذیرش من دقیقاً نمیدونم تو اون گروه چه اتفاقی داشت میافتاد، درست دنبال نمیکردم. شاید هم برای موضوع استانی توی مستر بوده، چون مشابه همین لگال کردن من توی نروژ داشتم. یه بعد از ایوالویشن اولیه یه اوکی نسبی به من داد، ولی گفت برو لگالایز کن، لگالایز شدت رو آپلود کن، که خیلی سریع هم سفارت نروژ به من وقت داد و با یه عدد 40 یورویی چیز کرد، لگالایز کرد. من گفتم شاید این متفاوت هست. یعنی واقعا من یکی از دوستان همین سوئد انجام داد لگال رو و به قول شما یه هفته کلا یه هفته مدرک رو تحویل یه هفته، ولی ایتالیا اصلا اینجوری نیست. یعنی شما باید خیلی حواستون جمع باشه، چون متقاضی زیاده، خیلی باید حواستون جمع باشه. ممنونم از شما، مرسی از توضیحاتتون. آقای جعفری هم آخرین سوال رو بپرسن. ببخشید من چون دیر اومدم، اگر کسی زبان خوب بتونه حرف بزنه نیاز به مدرک نداره. من چون دیر اومدم نمیدونم بتونم صحبت کردین راجعش. بله من صحبت کردم آقای جعفری، بله مشکلی نداره. من گفتم زبان جزء سرتیفیکیت های اجباری نیست برای پی اچ دی چیز، ولی اگر شما بتونید خوب صحبت کنید به خصوص توی اینترویو و بتونید خوب ارائه بدید، قطعا توجه حالا اون ممتحن ها رو جلب خواهید کرد. ولی اگر رزومتون رزومه قوی نیست، برای مدرک گرفتنش اقدام بکنید، بد نیست. مدرک رو میگیرید و این مدرک یه امتیاز داره و چرا شما وقتی زبانتون خوب هست میتونید مدرک رو بگیرید، صرف نظر کنید از این امتیازی که میتونید کسب کنید. و شما ببینید رقابت شاید باورتون نشه سر نیم امتیازه، یعنی شما 40 - نیم میشین، یکی میشه 41 و شما ریجکت میشین و این سر نیم امتیاز بعداً حسرت میخورید که این نیم امتیاز خیلی میتونست شما رو کمک بکنه، خیلی میتونست شما رو بندازه جلو و از این کاندیدا خیلی شاید چیز بهتری داشته باشین و این خودش خیلی موثر خواهد بود. ممنون آقای دکتر. میدم به دانشجوی دکترا چقدر ماهانه؟ جان؟ مبلغی که کمک هزینه میدن. ببین مبلغ فاندی که میدن، میگم که استان به استان فرق میکنه، ولی معمولا توی رنج 1250 1300. بیشترین استان فکر کنم برای تورین باشه، دانشگاه تورین باشه که اون مبلغ رو میده و فکر کنم امسال می‌خواستن یه خورده افزایشش بدن ولی هنوز افزایش ندادن، هولوش 1450 تا. ولی این قشنگ کاور میکنه، یعنی شما اگه پارتنر هم داشته باشین، اگر خانواده هم بیارین در حد یه نفر، میتونه کاورتون کنه این مبلغ و اصلا موردی نداره روی پوشش هزینه‌هاتون. اونجا هم کلاس باید بگذرونی، فقط پژوهشیه، یعنی فقط ریسرچ. ببینید برای کلاس ها، حالا اینا دیگه خیلی دیتیل میشه ولی حالا میگم که دوستان بدونن، یه سری کورس هست، اینجوری نیست که شما بخواید بگذرونید. حالا کانادا دیدم پی اچ دیش یه سری کورس رو بعد بگذرونن و نمره میدن. اینجا نه، اینجا یه تقریبا نزدیک 11 یا 12 واحد شما به شما دانشگاه میده یا خودتون سلکت میکنید و فقط جنبه حضور در کلاس داره و بعضی جاها اگر خیلی بخوان سخت بگیرن یه اورال اگزمی ازتون میگیرن که اونم اصلا چیزی نیست که شما بخواید نگرانش باشین، اصلا چیز خاصی نیست و فقط شما حضور داشته باشین، یه سرتیفیکیتی بهتون میدن آخرش که شما تو این 12 واحد شرکت کردین به عنوان دانشجوی پی اچ دی و حالا همین، هیچ دیگه چیز خاصی نداره و فقط سابقه پژوهشیتون هست موقعش. و اینکه راجب اقامتشون، اقامت 1 ساله میدن یا از همون اول اقامت مثلا 3 سال 4 سال اندازه دوره دکترا؟ نه ببینید اقامتتون ویزا، اگر منظورتون ویزا هست، شما بعد از اینکه ویزا شدین ویزای 1 ساله بهتون میدن و این ویزای 1 ساله شما رو حالا کارتون راه میندازه، ولی برای اقامت بعد از حالا مهاجرتتون به اینجا شما احتیاج به پرمسو دارین، احتیاج به
حالا کد مالیاتی یا تکس آیدی دارین، یه سری چیزها هست که باید بعد از اقامت تو اینجا چیز کنین، ولی اقامت 1 ساله رو با ویزا بهتون میدن. ولی برای اقامت بلند مدتتون شما باید حالا فکر کنم الان 10 ساله هست، حالا نمیدونم قرار بود کمش کنن. اگر ویزای لونگو، اسم ویزاش ویزای لونگو هست، اگر بخواید برای ویزای لونگو اقدام کنید این یه مدت طول میکشه، 10 ساله فکر کنم. یعنی 10 ساله است اقامتش از همون اول؟ نه. ببینید نه 1 ساله فهمیدم. 1 سال اولش از ایران میگیریم بعدش دیگه 10 ساله برای اقامت دائم منظورم بود. اگر شما بخواید اقدام بکنید برای اقامت دائم داخل ایتالیا باید 10 سال ممتد رزیدنسا یا اشتباه متوجه شدید جسارتا. منظورم اینه مثلا دوره دکترا 3 سال یا 4 سال حداقل طول میکشه. برای سال دوم و سوم و چهارم چجوریه؟ کارت 1 سال 1 نه سال ببینید برای سال دوم سوم شما پرمسو میگیرید، پرمسو کارت میگیرین و با اون پرمسو شما عین یه ویزا هست، شما دیگه ویزاتون تمدید نمیشه، پرمسو کارت میگیرید و با اون پرمسو کارت همه جا میتونید برید، مشکلی نداره، عبور امورتون مشکلی نداره، عین ویزا هست. ولی شنیدم 1 سال است دکتر، مثلا میگن 1 سال کار شما بعد دوباره دانشگاه نامه بده که پیشرفت داشته کارت، که برای سال دوم بعد سال سوم سال به سال هر سال بعد برید اداره اقامت این مبلغ رو بدی. ببینید اینجا هم همینجوری هست. شما اگه من منظورتون دقیقاً نمیفهمم. ببینید شما به عنوان یه مهاجر تو هر کشوری، اصلا ایتالیا نه، شما الان که بریم ویزای اقامتی که به شما نمیدن، بگن آقا ویزای 4 ساله بهت میدیم 5 ساله بهت میدیم، همه چیز موقتیه. شما یه کارت پرمسوی موقت میگیرین و 1 ساله شما باید برین اینو اداره کوئستورا، اینجا بهش میگن اداره کوئستورا، تمدیدش بکنید. میرید اونجا درخواست میدین، دوباره سال بعد درخواست میدین، سال بعدش درخواست میدین، 1 ساله تمدید میکنید تا زمانی که تمام شه مدتش و دوباره همین روند ادامه داره به صورت موقت. و برای تمدیدش هم از دانشگاه نامه ببرم که کارم پیشرفت داشته و راهنما احتمالاً بعد نامه نه یه سری ببینید یه سری مدارک داره، حالا توی خود ایتالیا تو خود اداره کوئستورا توی سایتش زده، اگر برید چک بکنید اونجا داره که این مدارک چی هستن. یه سری مدارک از خود دانشگاه میخواد، ولی ندیدم نامه پیشرفت بخواد. نامه میخواد که مثلا شما توی این پوزیشن هستین، حالا کریر سرتیفیکیتتون رو میخواد، ویزاتون رو میخواد، یه سری مدارک روتین هست، اینجوری نیست که مثلا چیزه. البته میگم که اینجا هر استانش یه چیزی میگه، مثلا بعضیا قرارداد خونه میخوان، بعضیا قرارداد خونه نمیخوان، بعضیا بیمه میخوان، بعضیا بیمه نمیخوان، خیلی دیفرنت هست، جای متفاوت. و اینکه دکتر به من سوال آخر، من معدل لیسانسم 1360 بوده، معدل در واقع مسترم 1571. تو ایران هم دانشجو دکترا هستم 17 و خورده ای، بالا 17 و نیم ایناست. به نظرت مثلا با توجه به نمرات پایین لیسانس و مسترم بگم که در واقع ببینید شما اولا که برای پی اچ دی معدل پی اچ دیتون اصلا به دردتون نخواهد خورد توی فرآیند اپلای، چون اصلا براشون مهم نیست شما معدل پی اچ دیتون چی هست. شما دو تا معدلی که دارین، اولا که معدلتون 1360 و 1571 رنج متوسط به پایینه تو رقابتی که الان به خصوص خیلی شدید شده و شما باید نمیدونم حالا مقاله دارین، شما باید روی سایر قسمت ها کار کنید، روی مقالاتتون، پروپوزال روی مقاله، روی زبانتون، اینها پوینت های مثبتی خواهند بود و شما حتما علل خصوص به شما دارم توصیه مؤکد میکنم که کانکشن بگیریم با اساتید. ببینید کسایی که معدل پایین دارن باید خودشون رو ثابت بکنن به استادی که قراره تو اون دپارتمان باهاش چیز بکنن، حالا تو برای پوزیشن اون استاد اقدام بکنن. شما باید کانکشن بگیریم با اون استاد، بگین من دوست دارم همکاری بکنم باهاتون یا یه اینترویوی داشته باشین و خودتون ثابت بکنید. این معدل‌ها زیاد نمیتونه معیار سنجش قوی باشه برای حالا سطح علمیتون. مقالات آیسال ندارم ولی مقالات ژورنالی دارم بین‌المللی. مقاله بین‌المللی ژورنالی چطوری از ISI؟ خب مقاله یعنی چی؟
علمی پژوهشی. علمی پژوهشی بله. ببینید سعی کنید روی ISI کار کنید. ببینید من اینو به دوستانم میگم، سعی کنید مقالاتتون مقاله ژورنالی باشه، ترجیحاً ژورنال کیو رنک بالا و کیو بالا. ولی اگرم با کیو پایین دارین کار میکنین اصلا ایراد خاصی نداره. یعنی خیلی نباشین، خیلی نگران نباشین که مثلا مقالات خیلی میتونه ترمزی برای شما باشه. شما فوکس اصلیتون روی پروپوزال باشه، روی مقالاتت باشه. سعی کن مقالات ISI چند تا حداقل بدی اگر میخوای، قصد جدی هست برای مهاجرت. بله. و اینکه خیلی حالا توصیه میکنم حالا جایی خیلی هم هست که طولانی شد. اپلیکیشن فی نداشته باشه دانشگاهی هستن یا همشون دارن. اپلیکیشن فی دارن. آره اکثرشون دارن ولی هست یکی دو تا دانشگاه پرت هست که مثلا افیه آنچنانی نداره. ولی به نظرم شما مثلا اول باید شانستون رو توی دانشگاه خوب امتحان بکنید، بعد بیاید روی دانشگاه‌های مثلا ضعیف‌تر امتحان بکنید. این دوتا پرتا رو نمیشه اسمشون رو بگید؟ والا حضور ذهن ندارم الان دقیق بخوام بهتون بگم، ولی هستن دانشگاهی که افی ندارم. ولی اگر بخواین حالا به دوستان میگم توی کانال سرچ بکنم و حالا دیتیل دقیقش رو براتون در بیارن که مثلا کدوم دانشگاه افی دارن. ولی الان یکی دو سال خیلی دانشگاه که افی نداشتن الان همون افی هم گذاشتن. یعنی با اینکه فیلم و بچه‌ها تو کانال تلگرامی میذارن فیلم ضبط شده رو داخل کانال اطلاع رسانی میکنیم که کجا قرار میدیم. آقای جعفری فکر کنم خیلی دیر اومدن و سعی داشتن درمندم اصلا میکنم. خدا یک بار دیگه کلا مطالب رو با هم دیگه مرور خیلی کرده. ممنون واقعا، خیلی زحمت کشیدید. میدونم الان اصلا وقت ندارید و یه تایم ریسرچ و اینا هست. خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتید و توی جلسه شرکت کردید. حالا بچه دکتر اگه نمیدونم میخوام بمونن یا فکر کنم وقت هم نداشته باشید، ولی حالا من یه سری سوالا رو جواب میدم. بله. خیلی ممنون دکتر جان، خیلی ممنون دکتر. با اجازهتون من دیگه میرم و حالا اگر دوستان بازم سوال داشتن از طریق شما با من در ارتباط خواهند بود. یک دونه ممنون. خیلی ممنون. خیلی تشکر میکنم، خیلی با حوصله جواب دادید، واقعا ممنونم. خواهش می‌کنم، وظیفه بود. خدا نگهدار. موفق باشید. خیلی ممنون. خب پیمان جان من یه 5 دقیقه یا 10 دقیقه آره اینا رو سریع جواب بده که یکی از بچه ها بذار من بپرسم. حالا یکی از بچه ها هی سوالشو 5-6 بار نوشته. آیا تغییر رفرنس آره اینو جواب بده. خب تغییر رفرنس ها در زمان بررسی اپلیکیشن. ببینید موقعی که اپلیکیشن پر میشه معمولا در طول حالا تا ددلاینی که هست کل کار اگه بخونید کل مراحل و ددلایناشو گفته. مثلا مرحله اول ما این ددلاین رو داریم، باید تا این ددلاین مدارکتون آپلود کنید. این ددلاین مثلا رنکینگ اعلام میشه که میتونید سایت رو چک کنید ببینید رنکینگ اصلا شما توی رنک هستید یا نه. اون ددلاین رو باید دقت کنید تا قبل ددلاین هر مکاتبه‌ای که دارید، هر چیزی که فراموش کردید اپلود کنید، با خود ادمیشن میتونید با ایمیل در ارتباط باشید که مثلا اگر رفرنسی رو اشتباه یا مثلا تغییر دادید میتونید باز تغییرش بدید، میتونید به ادمیشن بگید این رفرنس ها رو لاز کنه. خب باز احتمال داره مثلا تا اینکه شما ایمیل فرستادید رفرنس ها رو ایمیل زده باشن، ولی باز میتونید بگید خب اینا رو هم ایمیل بزنید. ولی اون صفحه کار رو که میخونید یه پی دی اف بستگی به دانشگاه داره 50 صفحه است، همه چی اونجا گفته، همه رشته ها رو توضیح داده و ددلاین های همه هم هست. اون ددلاین ها رو باید دقت داشته باشید. بر اساس اون ددلاین اگه ددلاین تمام نشده باشه میتونید با خود ادمیشن مکاتبه کنید و رفرنس های جدید رو بفرستید. خب افری مثل یو اس ای بالاست. ماکسیموم فکر کنم 50 یوروست، یعنی بیشتر از 50 یورو ندیدم. فکر کنم 20 سوالات همین بود. خب بذارید من یه جنبندی بکنم تجربیات شخصی خودم و اصلا تاییدیه به حرفای دکتر. یکی اینکه خودم حالا تجربه داشتم، دکتر همون اول جلسه گفتن که مکاتبه با اساتید قبل اینکه اصلا اپلیکیشن رو
اپلای کنید کالا رو، خوبه که با استادا مکاتبه داشته باشید. من 2 سال پیش که داشتم کارهای اپلای می‌کردم برای دانشگاه تورنتو، قبل این مواقع تقریبا زمستون بود، 2 ماه زمستون بود، داشتم ایمیل میفرستادم و اتفاقا یه استاد جواب داد، گفت که ما از بهار کالامو شروع میشه، میتونید اون موقع اپلای کنید. خب و این یه فرصت خوبیه که حتی با این استاد لینک بشی و از این شانس استفاده کنید. چطور مثلا من ایمیل رو فرستادم، استاد گفته برای این کار اون موقع اپلای کن، من هر موقع اپلای کردم باز یه ایمیل دیگه براش میفرستم. ایمیل رو که براش فرستادم میگم من برای این کار اپلای کردم، خب احتمال همون استادم توی جلسه اینترویو باشه و یه حضور ذهنی از شما داره، واسه همین مکاتبات خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. و از الان اصلا برید لیست اساتید ایتالیا رو در بیارید، از الان مکاتبه کنید و هر موقعی که کالا پابلیش شدن و تونستید تایم اپلای بود برای اون دانشگاه اپلای کنید، اون استادی که مکاتبه کرده. یکی اینکه در مورد کار کردن با اساتید خارجی هست، خیلی میتونه توی رزومتون تاثیر داشته باشه و از الان به نظر من ایمیل به اساتید بفرستید که مثلا یه مقاله دارید میتونید کار کنید و خیلی تاثیر میذاره، هم برای توصیه، هم برای توصیه نامه، همین که توی رزومتون نشون میدید که واقعا دارید اینترنشنال کار میکنید و این دید منفی از ایرانی‌ها که محدود شدن و نمیدونم حالا خیلی لیمیتد شدن رو از بین میبره و توی رزومتون توی کارشون باز میتونه تاثیر داشته باشه. و خب حالا نوع آمارسازی پروپوزال بود که اونو میخوام یه پست درست کنم توی کانال بزنم و اصلا چطور یه پروپوزال رو آماده کنم. خب فکر کنم سوالا رو هم جواب دادیم. آره، دستت در نکنه، خیلی جامع بود. از آقای دکترم واقعا تشکر میکنم، خیلی با صبر و حوصله و با دقت بسیار جواب دادن، واقعا تشکر میکنم. یه گله‌ای هم داشتن از کامیونیتی ایرانیا که بعد اینکه دیگه اپلای کردن دیگه به قول معروف پشترشون رو هم نگاه نمی‌کنن و امیدوارم که بیشتر به فکر همدیگه باشیم. پیمان جون اگه حرف خاصی داری ممنون میشم بگی. از خودت هم تشکر میکنم، نکات مفیدی رو اضافه کردی. از دوستانی هم که شرکت کردن تشکر میکنم، امیدوارم مفید بوده باشه و سایر چیزایی که لازم هست رو به تدریج داخل کانال ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. خب خیلی ممنون آقا جان، خیلی ممنون بچه ها، واقعا زحمت کشید، وقت گذاشتید، شرکت کردید. امیدوارم که جلسه خوبی باشه. شب همگی خوش، شب خوبی باشه. شب همگی بخیر، خیلی ممنون، خدا نگهدار.